شگفت، نوبهار آمد شگفت از هر سری دیوار گل. خار شد پامال و بیرون شد بجای خار گل. بهر تعمیر چمن معمار برزد آستین، پنجه زد چون 5 انگشت از کف معمار گل. سینه را سیر چمن صاف از کدورت می کند، سینه را سیر چمن صاف از کدورت می کند. می برد از خاطری آینه ها زنگار گل. باغ را تا صبح دم هر دم چراغان می کند، در تمنای جمال احمد مختار گل. خاتم پیغمبران یعنی رسول هاشمی، نام او را می کند با 100 زبان تکرار گل. آتش سودای او را بس که دارد بر جگر، آتش سودای او را بس که دارد بر جگر. سینه را وا کرده آید بر سری بازار گل. از چمن آید به بازار مدینه هر سحر، از چمن آید به بازار مدینه هر سحر. حاضر خود را کند در مقدمش ایثار گل. ای ز فیض ابر احسان تو در باغ وجود، بشکفد گاه گل از خار و گه بخار گل. از شب معراج با چندین لطافت آمدی، از شب معراج با چندین لطافت آمدی. دست گل، پا گل، بدن گل، جبهه گل، رخسار گل. آل و اصحاب تو را گرد تو رضوان دید و گفت ای حیاتی جاودان یک شاخ و این مقدار گل. سوی آن غاری که با صدیق اکبر رفته ای، تا دم محشر بروید از در آن غار گل. حضرت فاروق یار دوم آن یعنی عمر، کرده ضرب دره‌اش از پشت دریا بار گل. یار سوم حضرت عثمان گردون منزلت، ریخت او خون شفق از دیده خونبار گل. سرو و شمشاد صنوبر بر گلستانی سیار، اندرو یار چهارم حیدر کرار گل. 4 یار در کنار گلشن اسلام تو، 4 سرو و 4 جوی و 4 حوض و 4 گل. سبز می گردد ز رفتار تو سروی خوشخرام، آل و اصحاب تو را می ریزد از رخسار گل. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا بر خدای پاک را، درود و رحمت بی پایان بر روح و روان پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان و حاضرین گرامی، حضور یکایک شما برادران و خواهران ارجمند برای وقت قیمت خویش را دریغ نداشته تشریف آوردید، عرض سپاس می‌نماییم. طبق برنامه با تشبث شعبه جوانان و ورزش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طی سال‌هاست که سلسله واخوری‌های رئیس حزب با جوانان را راه اندازی نموده است و جزء برنامه اساسی حزب هم به شمار می‌رود. با کمک خداوند اینک باز در واخوری نوبتی به دیدار هم رسیدیم. هدف از این واخوری‌ها دستگیری جوانان و گوش کردن حرف آنها میباشد، چون هیچ جامعه به مشکلات نمی‌شود، به خصوص مشکلات جوانان. زیرا جهان هر روزه پیشرفته ایستاده است و ما در عصر جهانی شوی قرار داریم. هر روزه جهان در حال تحولات و تغییرات است. گذشته از این طلبات جوانان هم گوناگون شده ایستاده است. بنابراین ما به حل مشکلات آن زمان میرسیم که پهلوی همدیگر بنشینیم و صحبت‌ها و تحلیل و مکالمه‌های صمیمی داشته باشیم. از این لحاظ رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم توجه خاصی به این قشر عمده جامعه دارد و این یکی از برنامه‌های اساسی ماهانه حزب با جوانان به شمار می‌رود. برادران و خواهران محترم، معمولاً چون هر وقت نشست و واخوری‌های ما از دو قسمت عبارت بوده، نشست امروزه ما هم از دو قسمت عبارت بوده. قسمت اول به سخنرانی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محترم محیدین کبیری ربط دارد و قسمت دوم برنامه سوال و جواب ها می باشند که هر خواهر و برادر سوال و یا ملاحظه داشته باشد می تواند آزادانه در قسمت دوم برنامه برای رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشکش نماید. و حالا سخن را برای رئیس حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان استاد محیدین کبیری می دهیم. مرحمت. سلام علیکم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدا را شکر میگیم که باز موفق شدیم به دیدار دوستان به خصوص جوانان عزیز، برادران خواهران رسیدیم و همونطوری که رئیس شعبه جوانان حزب اعلام کردند، این ملاقات های ما جزئی برنامه این شعبه هست و تقریبا سال 7 تا 8 ملاقات برگزار می شود وابسته به
شرایط و ما هم تلاش میکنیم که تا فرارسیدن تعطیل تابستانه حداقل 2 ملاقات دیگر در ماه می و ایون با جوانان داشته باشیم. البته وقتی که ما ملاقات با جوانان میگیم معنی اون را ندارد که تنها جوانان در این ملاقات ها شرکت میکنن یا حق شرکت دارند. البته ملت ما در مجموع جوان است، بخصوص برادران و خواهران کلانسال ما هم که قلب‌های جوان دارند، اونا همیشه مهمان عزیزی ما هستند. و پیش از آن که شما سوال‌ها یا ملاحظه‌های خود را آماده کرده باشید در موضوعهای روز، می‌خواستم چند ملاحظه خود را وابسته به اهمیت مسائل روز خدمتتان عرض کنم و پیش از همه چند اخباری را درباره سفرهای خودم به کشوری روسیه خدمت شما عرض کنم، چون از نگاه من از اهمیت خالی نیست که جوانان ما در جریان این سفر باشند، همراه ما ملاحظه‌های خود را داشته باشند و بعداً به موضوع اساسی میگذریم. با دعوت دانشگاه فدرالی قزان برای شرکت در سیمپوزیوم بین المللی اسلام شناسان اسنگ سفر داشتم به این شهر و در حاشیه این سخنرانی و نشست 2 روزه دانشگاه قزان به ما میسر شد که چند ملاقات و دیدار با هموطنان تاجیک داشته باشیم. همچنین با مسئولین گوناگون جمهوری تاتارستان از آن جمله با مفتی تاتارستان ملاقات داشتیم که ایشان هم درباره وضعیت اسلام و مسلمانان در جمهوری تاتارستان گزارش دادند و هم از فعالیت‌های خودشان به ما گفتند. واقعا یک تأثیرات بسیار خوب بود، چون جمهوری تاتارستان تاریخاً مرکز علمی و فرهنگی مسلمانان در منطقه حساب می‌شد. ما هم می‌دانیم که اولین کتاب‌های اسلامی در چاپخانه‌های سنگی یا دستی قزان در زمان روسیه پادشاهی چاپ می‌شد، به دست استادان و علما می‌رسید. حالا هم نشر کتاب یکی از فعالیت‌های اساسی مسلمانان تاتارستان است. ما چاپخانه خودی مفتیات را دیدیم که شاید یک چاپخانه مجهز و صدها کتاب‌های اسلامی را با زبان روسی، عربی و تاتاری نشر می‌کند. چیز جالبی که برای ما بود این که در این چاپخانه و مرکز طبع و نشر مفتیات که 86 کارمند دارد، یعنی فقط کارمندان رادیوی اسلامی، سایت اسلامی و چاپخانه 86 نفرند. منظور داملاها و مسجدها و امام خطیبها نیست، کارمندان ساحه طبع و نشر. از این نزدیک 10 نفرش هموطنان ما تاجیکان هست که یکی از وظیفه‌هایشان بازگردانی کتاب‌های فارسی تاجیکی به زبان‌های روسی و تاتاری است. و شما می‌دونید که زبان فارسی زبان علم و ادب دینی تمام مسلمان‌های منطقه تا شوروی بود و همه اثرهای علمی و دینی به زبان فارسی چاپ می‌شد و امروز تاتارها که این میراث را میراثی خودشان می‌دانند با کمک تاجیکان شروع کردند به بازگردان کردن به زبان‌های تاتاری و روسی که هموطنان ما خدمت کرده ایستادند. واقعا باعث خرسندی ما هم بود. اینچنین گفتم یک رادیوی بسیار قوی اینترنتی تشکیل کردند و 8 سایتی این مفتیات کار میکنه در بخش‌های گوناگون، در حتی در مسئله بسیار هم از نگاه ما شاید که کمی غیر عادی باشد، اونها یک سایت مخصوص برای خواهران و برادران جوانان که میخوان ازدواج کنند و همسر مناسب و از لحاظ عقیدتی برای خودشون نزدیک پیدا کنند توسط یکی از بخش‌های این سایت هم میتونن استفاده برن که از نگاه من برای جوانان که اینجا نشستند و میبینم تبسم کرده ایستادن خیلی مناسب است. اگرچه ما خیلی سوال جواب داشتیم که تا کدام حد این خدمت شما به مردم در قالب شریعت اسلامی اخلاقی ملی جا میگیرد، اونها به ما تمام پهلوهای این را فهماندن و فتواهای
علمای بزرگ و مجتهدین عصر هم نشان دادن که واقعا این یک خدمت اجتماعی به جامعه هست. و اینچنین ما یک ملاقات داشتیم در وزارت اقتصاد تاتارستان با معاون وزیر که بحث مهاجرین تاجیک بود. اینچنین با جایهای کار نو تامین کردن مهاجرین تاجیک به خصوص کارهایی که صفتاً بهترند و از لحاظ حقوق یا معاش شرایط خوبتر دارند، چون معمولا تاجیکان ما یا در بازار کار میکنن یا در ساختمان، گاه مورد فریب و تقلب قرار میگیرند، گاه معاش کم به آنها داده میشود. ولی حالا اقتصادیات تاتارستان به سمت تکنولوژی نو رفته ایستاده است و تقریبا تمام استحصالات به نظام رباتی یا کامپیوتری گذشته است و تاجیکان کمتر شانسی وارد شدن به این گونه استحصالات دارند، چون از زبان روسی، از کامپیوتر و کار با تکنولوژی معاصر آگاه نیستند. و خود وزارت اقتصاد تاتارستان هم درخواست ما را قبول کرد، گفت که اگر مقامات رسمی تاجیکستان به ما رسما مراجعت کند، ما یک کوتای مخصوص برای مهاجرین تاجیک جدا میکنیم تا اینکه در کورس‌های بازآموزی در خود تاتارستان مهاجرین 6 ماه 3 ماه این کورس‌ها را بگذرند و کار با ربات کامپیوتر را بلد شوند تا اینکه بتوانند در کارهای صفتاً خوب جای کار پیدا کنند. اهمیت این کار از چه عبارت است؟ وقتی که اونها کار میکنند چند سال، با اون ملکه و دانشی که صاحب میشوند، بعد بازگشت به کشور هم میتوانند اون ملکه را در خدمت استحصالات وطنی قرار بدهند. یک ملاقات دیگر در دستگاه جمهوری پرزیدنت تاتارستان بود، بخش سیاست داخلی که خیلی خوب بود. البته ملاقات شناسایی بود. بار اول اونها با نماینده حزب نهضت ملاقات میکردند و ما هم تا با امروز با دستگاه‌های رسمی حکومت تاتارستان ملاقات نداشتیم. بیشتر در اطراف وضع اسلام در منطقه و راه‌های پیشگیری افراط‌گرایی چه در تاتارستان و روسیه در مجموع و چه در منطقه بود که ما در اکثر مسائل تفاهم داشتیم. از همه قسمت مهم برای من از این سفر در تاتارستان ملاقات با تاجیکان بود و اینچنین شرکت در مراسم نوروز هموطنانمون در شهر قزان. جای خرسندی این بود که حکومت شهر قزان کلانترین تالار ورزشی معاصر رو در خدمت تاجیکان قرار داده بود. شما می‌دونید که در قزان یک چهاربینی بسیار مهم بین المللی ورزشی 2 سال پیش برگزار شد، اونورسیاده جهانی. با اون خاطر ده ها ابیکت ورزشی ساخته شد. یکیش همون دوره سپورت شهر قزان بود که تقریبا 3 تا 5000 جای نشست داره. برای 2000 تاجیکی که در اون مراسم جمع شدند بسیار جای مناسب و خوب بود. این بیانگر آن است که مناسبت با تاجیکان در این جمهوری بسیار مناسبتی صمیمی هست. با آنها همچون گاستربایتر مناسبت نمی شود، همچون یک انسان و مهمان این کشور و فضایی که نسبت مهاجرین در تاتارستان یافتن بسیار فضای مناسب و بهتر از دیگر منطقه‌های روسیه بود. و قسمت دوم سفر ما به شهر مسکو بود که باز هم با مفتی فدراسیون روسیه جناب راویل زینالدین ملاقات داشتیم و با یکی از شبکه‌های رادیویی گولس رسی مصاحبه داشتم و اینچنین درخواست ما را یوگنی پریماکوف سابق سروزیر روسیه قبول کردند و یک ملاقات خوب با ایشان هم در شهر مسکو داشتیم و باید گفت که پریماکوف البته شاید جوانان کمتر دانند ولی کسانی که از روند صلح تاجیکان آگاهند خوب میدانند که یوگنی پریماکوف یکی از تشبثکاران اساسی روند صلح تاجیکان هست و ایشان وقتی که وزیر کار خارجی روسیه بودند و رهبری خدمات اطلاعاتی روسیه بودند، اولین مرتبه به کابل سفر کردند و با استاد مرحوم سید عبدالله نوری در کابل ملاقات داشتند و شروع گفتگوی تاجیکان میتوان گفت که از ملاقات پریماکوف با استاد نوری در کابل بود و کسانی که مطالعه کردند ایشان در یکی از یادداشت‌های خودشان هم از این ملاقات با استاد نوری
خیلی وصف کردن، صفت خوب کردن و استاد را بسیار با کلمه های مثبت و بلند در اون کتابشون معرفی کردن، در قطار احمد شاه مسعود و دیگر شخصیت های بزرگ تاجیک. ایشان اکادمیک هستند و بسیار اسلام شناس قوی، سالهای طولانی در کشورهای عربی کار کردند، در عراق. خودم همچون شرقشناس یا عرب شناس و برای هر یک شرقشناس، اسلام شناس مهم است که با چنین شخصیت‌های علمی در ارتباط باشد. و ایشان قبول کردن ما بیشتر در اطراف جهان اسلام و وضع منطقه آسیای مرکزی صحبت داشتیم. از استاد نوری هم یادآور شدند و جمله بسیار مهم گفتن اونجا که یکی از اشتباه‌های اتحاد شوروی در مسائل دین این حبس رهبری شما بود و وقتی که شخصیت بلند مقام مثل پریماکوف این را اعتراف میکند که شوروی اشتباه کرد که ایشان را زندانی کرد، پس این مسئله را درک کردن، اهمیت این گونه اشتباه ها را که دیگر تکرار نشود. و اینچون از تجربه صلح تاجیکان بسیار گفته شد در اونجا. برای مثال ایشان تاکید کردن ملاقاتی که با صدام حسین داشتن در بغداد قبل از هجوم امریکا، گفتن اگر اون وقت به یک توافقی می رسیدیم و به حرف متخصصان و عالمان گوش میداد، شاید این مصیبت بالای مردمش نمی آمد. و از تجربه صلح تاجیکان، از تجربه حزب نهضت گفته شد در ملاقات. و اون چیزی که برای ما و شما مهم است، بخصوص به جوانان اشتراک کننده، برای خودم خیلی هم جالب بود هم تعجب کردم که جناب پریماکوف وقتی که درباره اوکراین صحبت میکردیم گفت که صحبت‌هایی که شما در ملاقات با جوانان حزبتان در ماه گذشته کردید درباره اوکراین، این قسمتش به ما مثلا راضی هستیم، در این قسمتش سوال داریم. مثلا هنوز روشن نیست برای ما که مقصد چی است از این صحبت. خب جدا از اون که بحث ما و پریماکوف در مسئله اوکراین چی بود، برای ما و شما مهم است این است که ما فکر میکنیم که صحبت‌هایی که با شما میکنیم یک صحبت‌های داخلی خودمون است. تاجیکی هم صحبت میکنیم و شاید در داخل تاجیکستان و حتی شاید در داخل حزب ما زیاد اهمیت هم نمیتن مردم. خب یک صحبت معمولی رهبریت حزب با چند جوان، ولی میبینیم که نه، در سطح بلند صحبت‌های ما و شما و اون حرفایی که شما میگید اونها بازتاب دارند، پیگیری میشوند و شخصیت‌های کلیدی سیاستمدارای سطح جهانی اونها رو پیگیری میکنن و بالاش فکر میکنن. و بنابراین من شما را هم یعنی دقتتون رو به اون جلب میکنم که وقتی که در این گونه نشست‌ها صحبت میشود بیشتر اطراف مسائل عمده روز و با نظرداشت منفعت‌های ملی و دولتی صحبت شود، چون که هر کدام از این فکرها، گفته‌ها تأثیر دارند، ثبت میشوند و از طرف مسئولین چی در داخل تاجیکستان و چی در خارج بهاگذاری میشوند. خب البته چون همیشگی ملاقات با مهاجرین تاجیک در شهر مسکو هم بود، با چند گروه و با همین ما سفر خود را به روسیه انجام دادیم. البته یک نکته دیگر هم هست که بعداً برای دیداربینی فرزندان استانبول هم بودم که در شب و روزهای انتخابات ترکیه راست آمد و به واسطه چند روز شاهدی معرکه‌های تبلیغاتی احزاب سیاسی ترکیه بودم تا همون نزدیکی جنبستی آوازها. بعداً ساعت 8 بیگاه پرواز داشتم که دیگر در نتیجه آوازها رو نداشتم، ولی در دوشنبه رسیدم برابر فهمیدم که حزب عدالت و رشد 47% رای و دیگر احزاب کمتر رو به دست آوردن. برای من مهم نتیجه آوازهاشون نیست، مهم خود روند انتخابات بود، تبلیغات و چگونگی معرکه تبلیغاتی. برعکس ماها که چهره ها در اون شب روزهای انتخاباتی خیلی گرفته می شود، خیلی مردم عصبانی هستند، از نامزدها شروع کرده تا میلیتانیرهای قطاری همه عصبانی می نمایند. ولی در استانبول گویا که توی هست، همه جا
صدای خرسندی، همه جا تبلیغات و تبلیغات ها بیشتر جنبه پوزیتیوی دارن، مثبت دارن. منظورم چی هست؟ هر کس کوشش میکند که بگوید که من بهترم از دیگران، من خوبترم. در ما تبلیغات انتخاباتی جنبه نگاتیوی دارد، منفی دارد. طرف تلاش میکند به انتخاب کننده بگوید که اینو از من بدترم، یعنی من که چندان خوب نیستم ولی اینو از من بدترم. حالا که در تمام دنیا میگن که اینا هم خوبند ولی ما بهتریم. این اون چیزی که از دیگر کشورها باید آموخت همین است که ما باید در تبلیغاتمون بیشتر جنبه پوزیتیو داشته باشیم. بالاخره یک کس پیروز می شود، یک کس مغلوب می شود، ولی تصور کنید که بعد از انتخابات در این وطن ما باز با هم زندگی میکنیم، می نشینیم، سلام علیک داریم. انتخابات آخری تاریخ نیست. این رو از دیگر کشورها و ملت‌ها، از اون جمله از ترک‌ها هم باید آموخت که تا لحظه آخر این روحیه خرسندی و شاداب بودن رو از دست نمیدهند. خب این بود خلاصه سفرمون. اگر ملاحظه یا سوال در این رابطه باشد انشاءالله که بعد از صحبت دوم اون رو گوش خواهیم کرد. اما مسئله که می‌خواستم امروز همچون مسئله اساسی صحبت با شما مطرح کنم این است که وقتای آخر در مطبوعات و در دایره‌های تحلیلی کشور یک اندیشه زیاد چرخ میزند، اون هم باشد اطراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و میخوان در ذهن جامعه این فکر را جا کنند که دیگر ضرورت به فعالیت یک حزب سیاسی دینی در کشور نمانده است. و نکته جالب این است که این فکر را از طرف شخصیت‌های رسمی گفته نمی شود. کسانی که مقام رسمی دارند یا شناخته شدن در جامعه، همچون مسئول دولتی یا روزنامه‌نگار یا کارشناس گفته نمیشد، بیشتر زیر نام‌های مستعار این حرفا در ذهن مردم جا کرده می شود. یا خود مؤلف باور ندارد که حرفش درست است، چون مردم میتوانند با او بحث کنند، چون با انسانی که مستعار می نویسد کسی نمیتواند بحث کند. یا یگان اندیشه و فکر دیگر دارند که طریق رسانه ها این نکته رو بیشتر میخوان مطرح کنند و رسانه هم که دیگر نشر میکنند، مسئولیت اونا همین است. ما یک پیشنهاد داریم به دوستانمون، بخصوص من از مرکز تحلیلی حزب خواهش میکنم که چرا ما بحث رو در قالب بحث علمی منطقی و با نظر داشت منفعت‌های ملی و دولتی راه اندازی نکنیم. اگر دیگران میخواهند که با فقط اندیشه رانی در مطبوعات با امضای مستعار در صحنه باشند، پس ما دعوت کنیم آنها رو بیان در یک میز گرد در حزب یا هر جای دیگر بنشینیم و این مسئله را از سه بعد باید که ما بررسی کنیم. یکی که از نگاه ما خیلی مهم است، از نگاه شرعی و دیدگاه قرآن و اندیشه اسلامی که آیا واقعا در اسلام مسلمان اصلا میتواند عضو یگان حزب باشد یا حزب تشکیل کنند؟ اصلا خود اینستیتوت حزب سیاسی برای مسلمان ها از لحاظ شرعی جایز هست یا نیست؟ شریعت چی میگه در این مسئله؟ ما با علما مشورت کنیم، مصلحت کنیم یک بار دیگر. و حتی کسانی هم که در مطبوعات مقاله می نویسن، چندین دانلار و مقاله‌اش را خواندیم، بیاین همچون برادر بشینن بحث علمی کنیم و شاید ما رو متقاعد کنن و شاید ما اونها رو متقاعد کنیم. و فکر میکنم مسئله خیلی مهم است. باید که این قسمت بحث رو، یعنی بحث شرعی رو، باید که شعبه علم و اون مجمع علما که داشتیم یا اکادمی اسلامی نامش رو دیگر کردیم، شعبه علم و ارشاد باید به عهده بگیرد و دانلوها رو دعوت کنند این میز گرد برگزار شود. بعد دومش این از جهت قانون هست. ما باید حقوقشناسان رو دعوت کنیم. شعبه حقوق ما میتواند این کار را، بخش حقوقی ما به عهده بگیرد.
حقوق شناسان کشور رو دعوت کنیم و از لحاظ کنستیتوسیا و قانون‌های عملکننده کشور مسئله رو باید بررسی کرد که آیا فعالیت یک حزب سیاسی دینی مطابقت با کنستیتوسیا و قانون‌های عملی کننده جمهوری تاجیکستان دارد یا نه. اگر مشکلی هست با ما شهر بدین، اگر مشکلی نیست پس این مسئله که زیر قانون و کنستیتوسیا گفته شدن باید که از بین برداشته شود. و مسئله سوم و فکر میکنم خیلی مهم برای ما، باید ما کارشناسان رو دعوت کنیم از نگاه منفعت‌های ملی و دولتی ما مسئله را یک مراتبه ببینیم. شاید از لحاظ شرعی درست است، از لحاظ کنستیتوسیا و قانون درست است و باشند چند تا از کارشناسان مسئولین دولتی بگویند که از این دو بعد خوب هست، ولی منفعت‌های دولتی و ملی ما تقاضا میکند که در همین مرحله حزب سیاسی دینی نباشد. شاید این را آشکار به ما بگویند و ما سرش اندیشه کنیم. خوبی این طرح در چی است؟ اگر آنها ما را متقاعد کردند هر کدام سه گروه هر کدام باشد، خب ما هم که دیگر انسان هستیم. حزب نه هدف است، نه یک نهاد مقدس هست، این یک وسیله هست که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این وسیله را یگانه وسیله برای شرکت در فعالیت سیاسی معین کرده است. شهروندان جمهوری تاجیکستان از آن جمله اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این حق کنستیتوسیونی خود استفاده برده ایستادند و در چارچوب یک حزب قانونی عمل کرده ایستادند. اگر متقاعد کردن بسیار خوب، ولی اگر ما متقاعد کردیم که برادران عزیز، علمای محترم، فعالیت حزب ما در اساس شریعت هست، در اساس قرآن و سنت هست، محترم حقوق شناسان، فعالیت حزب ما در اساس کنستیتوسیا و قانون‌های عمل کننده است و محترم وطن دوستان و ملت دوستانی که بیرق را امروز در دست بلند برداشته، دیگر هیچ کس را حق گزدنی نمی‌مونید یا وطن دوستی اساسی شمایید. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نفع ملت و دولت است، به این کشور صلح آورد. اگر ما شما را اثبات کردیم پس برای شما هم واجب می شود که دیگر این حرفا را در بین جامعه هر روز تکرار نکنید. یا شما ما را متقاعد کنید یا ما شما را متقاعد کنیم. به گفت شاعر یا بیا مسلمان شو یا ما را نصارا کن. چی بود؟ یک شعر بود کدام وقتی هم خیلی یک مضمون داشت که ولی هم یک شعر بود، چون که در هوا گپ زدن به دلیل علمی و به نام مشخص این نه آداب علمی است، نه وطنداری هست، نه کارشناسی هست و ما آماده هستیم. اصلا طرف قوی هیچگاه از مکالمه و گفتگو نمیترسد، هیچ ضرورت برای پنهان کردن نامش هم ندارد، مگر اینکه یگان خطر حبس شدن، مثلا یگان حالتهای می شود که دیگر انسان مجبور می شود با امضای مستعار چیزی نویسد. ولی معمولا کسانی می نویسند ضد نهضت اسلامی تاجیکستان که خب اونا را خودشان کسانی هستند که حبس میکنند دیگران را، نه اینکه حبس می شوند. خب پس چی ضرورت دارد که با امضای مستعار این گونه مسائل را بنویسند؟ اما اجازه بدید که من نظر شخصی خودم را بگم و حالا به کسی تحمیل کردنی نیستم که نهضت اسلامی تاجیکستان از لحاظ شرعی یا حقوقی یا منفعت‌های ملی درست است، باید باشد. این را در بحث‌های علمی اگر که دوستان آمدن فیصله خواهیم کرد. یک اعراضی که به ما میگیرن آن است که یا نهضت اسلامی تاجیکستان در وضعیت امروزه نمیخواهد با دیگر قشرهای جامعه همایش پیدا کند، نزدیک شود و در اطراف مسائل های ملی و وطنداری صحبت نمی کند، با دیگر قشرها مناسبت خوب ندارد و میخواهد تاجیکستان را به یک جامعه عصری میانگی برگرداند و حتی یک عباره بسیار خوب را هم استفاده کردن در یک مقاله اخیر. گفتن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تلاش میکند که روحانی های دیپلمدار را بیشتر کند
و من تعجب کردم که روحانی دیپلمدار یعنی با سواد را بیشتر کردن این که عیب نیست، برایش خوب است. خدا پناه دهد از روحانی به سواد به دیپلم که اصلا سواد ندارد. مشکلی جامعه ما اونا هستند و واقعا ما تلاش کرده ایستادیم که همه صاحب دیپلم شود، همه سواد داشته باشد، از اون جمله روحانی ها هم. ولی ببینید مسئله در چی است. نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا 2 یا 3 سال پیش یک برنامه را روی دست گرفت و من شخصا وقتی که خودم این ابتکار را کردم و دوستان را خواهش کردم که این برنامه ها را عملی کنند، امید داشتم که این سیگنال ما به جامعه بسیار خوب قبول کرده می شود و بخصوص در مقامات رسمی به ما کمک میکنند. چون هدف اصلی حکومت چی بود و حالا هم هست، هم پرزیدنت هم مسئولین ما همیشه میگویند که باید ما روحانیانی با سواد داشته باشیم، روحانیانی داشته باشیم که از علم با خبر باشند، از فرهنگ با خبر باشند، از صنعت با خبر باشند، علوم معاصر را بدانند، زبانها را بدانند. من این کلمه ها را چندین بار از زبان پرزیدنت هم شنیدم و یکی از کمبودیایی که همیشه از روحانیت گرفته میشوند بخصوص از نهضت اسلامی تاجیکستان هم زیاد انتقاد میکنند که شما دنبال علمهای معاصر نیستید، شما دنبال ارزشهای ملی نیستید، درباره ادبیات و شعر و جهانبینی معاصر کمتر صحبت میکنید، فقط درباره مدرسه صحبت میکنید، مسجد، ریش، حجاب، درباره مسائل دینی صحبت میکنید. ما گفتیم بسیار خوب، واقعا این کمبودی است، باید که اصلاح کرد. اولین کاری که نهضت کرد، شروع کردیم برای گفتگو مکالمه با روشنفکران کشور. ما گفتیم که از این وقتی که دعوت میکنیم روشنفکران کشور رو، شاعران، ادیبان، اندیشمندان رو، 2 فایده هست. یکی آنها ما رو میشناسند که ما کی هستیم و خب بالاخره هموطن هستیم، در یک جامعه زندگی میکنیم. دوم که ما هم اونها رو میشناسیم و همون طوری که میگن که اندیشه های ملی در اختیار ایشان هست، خب چی بدی دارد که ما هم از اندیشه های ملی آنها استفاده بریم و یک همایش فکری و اندیشه بین روشنفکران ملی و روشنفکران مذهبی به وجود بیاد. به فکرم کاری بد نیست. برعکس این عیناً همون برنامه هست که باید حکومت خودش عملی کند، مکالمه بین قشرها را به وجود بیارد. ولی اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر سازمان غیر دولتی اگر این کار را انجام داد، باید که حکومت کمک کند، پشتیبانی کند، حداقل مانع ایجاد نکند. شاید که این گونه برنامه ها یک کمی باعث بالا رفتن آبروی حزب هم شود. البته از این هیچ کس این احتمال دارد، ولی چی بدی دارد که با برگزاری این گونه برنامه ها آبروی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک کمی بالا رفت؟ یا برعکس میتواند که یک شاعر نویسنده میآید در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سوالهای ما، مناسبت ما معقولش نمیشود، دلش از نهضت سرد میشود، خب آبروی نهضت یک کمی میرود پایانتر. این احتمال همه چی هست. در کشورهای دیگر حکومت‌ها مخصوص برنامه‌های گرانتی دارند، به سازمان‌های غیر دولتی می‌دهند که شما این برنامه‌ها را عملی کنید برای همکاری بیشتری جامعه. شاید نیست همه کار حکومت کند، نه امکانیت دارد، نه شتات دارد. سازمان‌های غیر دولتی این کارها را خوب انجام می‌دهند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پول خودش با امکانات خودش مکالمه ملی را بین نهضت، بین جوانان و اندیشمندان به راه مانده ایستاده است. ما شروع کردیم از خود مقامات دولتی. من درخواست کردم، با مکتوب آماده کردم به پروکراتور جمهوری، به کمیته دولتی امنیت ملی، به وزارت کارهای داخلی، با عنوان رئیسان یک شخصان اولش مکتوب فرستادم. خواهش کردم که شما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نمایندگان خود را بفرستید تا اینکه به اعضایان ما و بخصوص ریاست حزب درس‌های دوره‌ای را تشکیل کنند درباره قانون، درباره امنیت ملی، درباره همکاری، تا اینکه هم شما ما را خوب بشناسید و هم ما احساس کنیم که این نیازهای دولتی با ما هستند، همراه هستیم، جزء دولتی ما هستند. تا امروز یگان جواب نیست و یگان مراتبه به دفتر حزب در اساس این نامه ما نآمدند. بعدا خودمان شروع کردیم به دعوت شخصیت‌ها. ما در اینجا کیها را داشتیم؟ استاد مومن قناعت، گلرخسار صفیه و
برزو، عبدالرزاق. من حتی گفتم که سفیران خارجی رو دعوت کنیم. سفیر افغانستان هم راضی شده بود که بیام، حتی سخنرانیش آماده کرد. بعد زنگ زد، عذرخواهی کرد که بعضی دوستان خواهش کردن که نروید به اونجا چون به هر صورت مناسبت‌های دیپلماتی است. ما گفتیم قبول هست. چندین نفران دیگر اینجا آمدن صحبت داشتن. ما به همه فکرایی که در اینجا گفته شد البته راضی نیستیم، یا اونها هم به همه فکرای اعضای ما راضی نشدن، ولی آهسته آهسته شروع شد یک روند مکالمه ملی، همکاری ملی و شناختن یکدیگر. من مثلا نیت داشتم که اون وقت سهراب شریف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بود، سهراب شریف رو دعوت کنیم، وزیرها بیاین، اعضایان حزب خلق دموکراتی بیاین، صحبت کنیم، بشینیم، سوال جواب داشته باشیم. ولی بجای آنکه این روند پشتیبانی شود، از اون دوستان خواهش شد و بعض دیگران که به دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نروند بهتر است، یعنی مشورت دوستانه دادن. ما نمیگیم که کسی رو منع کردن. حتی ببینید نهضت تا اون حد قلبش باز هست، وسیع هست که ما بسیاری از اندیشمندان که به نهضت تنها نه، به اون ارزش‌های الهی که نهضت اعتقاد دارد، حتی به خود خدا هم مشکل دارن، ما اونها رو هم دعوت کردیم و دعوت میکنیم. من مثلا استاد بزرگسالی را دعوت کردم که بیاد با ما صحبت کند، حرفاشو بگذار با ما و چند مرتبه که نهضت این است و آن است، بسیار خوب بیاد حرفتو در همین میکروفون ما گذار، ما میشنویم. ما اینقدر قدرت و توانمندی رو داریم. استاد کامل بیگزاده چند مرتبه در نشست‌های ما شرکت میکردن. اخیراً یک کتاب هم نوشتن که یا بحثی، من خواهش میکنم که این بحثا در کرده نشود، بگذار مردم حرفاشون رو بگن، با خدا بحث میکنن، با پیغمبر میکنن، خب بحث میکنن. ولی وقتی که استاد کامل بیگزاده در چند نشستی ما در داخل حزب در مرکز دیالوگ شرکت میکرد، بعد یک روز آمد گفت که به من یک سپراف کتید. گفتم سپراف درباره چی؟ گفت که درباره اون که من اعضای حزب شما نیستم. گفتم معمولا سپراف کرده در حالاتی میتونن که اثبات کنن که هستی یا کارمند اینجا یا اعضای حزب ما، ولی من هیچ وقت ندیدم که سپراف کتیان که این آدم در اینجا نبود هیچ وقت. مثلا یک نفر بیاد بگه که من هیچ وقت دفتر حزب شما نرفتم در حیاتم، با من یک سپراف کتید. کامل بیگزاده از من همین سپراف کرده خواهش کرد. او شخص تصادفی نیست که بگیم قانون رو نمیداند، فیلسوف است، در اکادمی علم کار میکنه. گفتم چی ضرورت داری؟ گفت که هر روز میآیند و پیش من میگن که خودت اعضای حزب نهضت شدی و خودت فلان. من عذر میخوام، اون یک گفت بسیار خوب گفت، بسیار معقول شد. گفت که آخه من همین قرار میخوام بگم که اصلا من به اون طرفی که اینو اعتقاد دارم، من اعتقاد ندارم. خب نام یکون همون نگیریم. اصلا اعتقاد ندارم، چی میگم من اعضای این حزب میشم؟ میگن به هر صورت برای ارخی یا برای دل یک سپراف دارم. ما سپراف که دادیم با همون کس، با فکرم نوشتیمش نه؟ یا سپراف که نوشتیم دادیمش. مهر پیچار دادیم که همین کامل بیگزاده اعضای حزب نهضت نیست. منظورم چی است از این گپا؟ برادران عزیز، وقتی که نهضت تنقید می شود برای آن که نمیخواهد با جامعه باشد، جزء جامعه باشد، آمیخته شود، من همیشه میگم که تنقید کنید، شاید ما کمبودی داریم ولی انصاف رو فراموش نکنید. و وقتی که ما 5 قدم موندیم، 1 قدم بیایید به طرف ما. حتی نبیاید، لازم نیست، ما خودمون میریم، در رو نبندید. ما هر کجایی که لازم است خودمون میریم صحبت میکنیم. تا امروز نهضت یگان دعوتنامه نگرفته است که در فلان شورابینی بیاید درباره منشأهای ملی هست، ارزش‌های ملی هست، دینی هست صحبت کنیم. بنابراین وقتی که این دوستان در مطبوعات از ما انتقاد میگیرند و نهضت رو به هر عیبی که هست متهم کردنی میشن، ما دعوتمون این است که اول انصاف رو رعایت کنن، منفعت‌های ملی رو به نظر بگیرن، چون نمیتواند حزبی که از سال 1997 در کشور هست، از سال 1999 رسما
از نو به قید گرفته شد تا همین انتخابات 2010 گویا هیچ مشکلی نبود، قانونی بود، طبق منفعت‌های ملی رفتار میکرد. یک باره تبدیل به یک نیروی خطرناک برای منفعت‌های ملی شده باشد. حتی اگر به همین اعتقاد هم باشد، ما خواهش میکنیم بیاید با ما صحبت کنید، ما را متقاعد کنید، بفهمونید و شاید ما بفهمیم. انسان، خداوند در قرآن میگوید که طبیعتا انسان ها یعنی خطاکارند و تذکر دادن به یکدیگر این از درباره خطاها، راهها از ارزش‌های اسلامی است. دین خودش نصیحت است، الدین و نصیحت. ما آماده هستیم. و نکته دیگر این است که وقت‌های آخر با نظر داشت همین وضعیت و فضاسازی ها که تقریبا از نگاه من سالهای 90 را به یاد میرساند، در مطبوعات اول یا دو مقاله چاپ شد، البته مطبوعات غیر تاجیکی، اون وقت اتحاد شوروی بود. ما اول نمی‌فهمیدیم که چرا این در مطبوعات این گونه مقالات چاپ میشوند. بعد معلوم شد که یک جنگ خانمانسوز در برنامه کار بود است، برای آنکه تاجیکان یکدیگر را با تمام وحشانیت بکشند. باید اول اعتقاد کنند که اون طرف دشمن است، نه تنها دشمن است، دشمنی جلاد و بسیار هم بد هست. وگرنه وقتی که انسان یک نفر رو میکشد میتواند با رحمانه بکشد، ولی وقتی که او اعتقاد دارد که این طرف دیگر بسیار انسانی بد هست، ظالم هست، با یک وحشانیت را میکشد، با عصبانیت. تاجیک‌ها را در اون شب و روز به همین درجه رسانیدند، از یکدیگرشون دشمن تراشیدند. بعد شما دیدید در تاجیکستان چی شد. بعد همه عجیبش همین است که وقتی که صلح آمد، وحدت آمد، همون تاجیکی که دیروز یکدیگر رو میکشت دست یکدیگر رو فشرد، با هم در سر یک طبق نشسته خراب میخورد، برادر شد. پس معلوم میشود که اون کینه و بغض طبیعی نبود، صمیمانه نبود، زمینه ابجکتیوی نداشت. اون یک حالت احساساتی بود که با وجود آوردند. من از چی میترسم؟ از اون میترسم که با این گونه مقاله ها، با این گونه فضاسازی ها، با این گونه نوارهایی که نشان میدهند، میخواهند یک قسمی از جامعه را در چشم قسم دیگرش دشمن نشان بدهند، انسان‌های غلط نشان بدهند، تا اگر وقتی که لازم شد بگیم که فلانی ها را بزنید، اون طرف فکر نکنه دیگر، با خودش سوال ندید که چرا بزنم. و الکی از لحاظ تبلیغاتی پسیکولوژی آماده شده است که باید بزنه، چون اون انسانی بد هست، خوب نیست. من جوانان را آگاه کردنم به این خاطر است که داده این گونه افکار و این گونه مقاله ها، این گونه تبلیغات نشوید. و از همه مهمترش در شما احساسی جوابی تون دادن پیدا نشود، چون طبیعت بشر همین است که وقتی که به شما سخت میگویند، شما و گفت خودمان عملی به مثل، یعنی این یک قاعده هست در فقه یا شریعت که عملی به مثل جایز است، ولی ما عملی به مثل هم چی است؟ صبر هم عملی به مثل است، یعنی جوابی سخت دادن. منظور از عملی به مثل جوابی سخت دادن است. گاه وقت صبر سخت‌ترین جواب است، گاه وقت تحمل سخت‌ترین جواب است. شما انا همون عملی به مثلی که میدهید، جوابی سخت میدهید، با صبر و تحمل خودتان جواب بدهید و اثبات کنید که این وطن رو، این کشور رو بیشتر از دیگران دوست می‌دارید. نه هر کسی که از میدان و از منبر بیرق رو بلندتر می‌بردارد و شعار می‌پرتاید، او وطن دوستی واقعی است. وطن دوستی واقعی اون مهاجرین ما هستند که شب و روز کار کرده ایستادن، پول می‌فرستند. وقتی که نام تاجیکستان رو میگیرند، از چشمانشون اشک می‌ریزد. وقتی که در قزان فرق ندارد چی نهضتی است، چی خلق دموکراتی است، بالاخره همه تاجیکستانی هستند، پرچم تاجیکستان بلند می‌شود، موسیقی تاجیکستان صدا می‌تید، آیت قرآن خوانده می‌شود، شما می‌بینید که اون تالار پر از مهاجر تاجیک همه به وجد می‌آیند، به خاطر نام تاجیکستان، به خاطر پرچم تاجیکستان، به خاطر ارزش‌هایی که ما و شما داریم. ولی وقتی که برمیگردیم به وطن خودمان، ما برای بعضی مسئولین نهضتی هستیم، کمونیست هستیم، خلق دموکراتی هستیم، جدا میشویم به محل، به رنگ و پوست، به حزب.
باید که از این خطرها ما خودداری کنیم و همون طوری که گفتم آماده هستیم که این نشست علمی و فکری رو در نهضت تشکیل کنیم و آزاد است، همگان می توانند شرکت کنند. من خواهش میکنم که اولین نشست در همین اگر امکان باشد تا آخر ماه اپریل برگزار شود، یا با علما یا با کارشناسان که یا با حقوق شناسان با یک گروه، تا اینکه بیان شرکت کنند و از آنه که در مطبوعات و در شبکه‌ها غیبت میکنند اگر دلیل دارن، حرفی گفتنی دارن، بیان با ما در نزد ما صحبت ها را بکنن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکنون میخواستم اگر سوال ملاحظه داشته باشید در خدمتتون هستیم. سلام علیکم استاد حضورین گرامی. استاد مرا معذور می‌دارید از بعض کمبودی هایی که در نهضت است. خب گویم این یکی از وظیفه ما هم هست. همین را گفتنی بودم که تقریبا یک سال پیشتر بود، نه شاید 2 سال پیشتر بود، در مسکو وقتی با آخری با فیسبوک چیان در مسکو داشتید اشتراک کردیم. خیلی صحبت گرم بود، صمیمی بود. بعد از اون قرار قبول کردیم تا بیایم اعضای نهضت شویم، تا در بر نهضت باشیم، خدمت کنیم. آمدیم. خب بخشش آمدیم. خب وقتی حجت هم پیشنهاد کردیم، عریضه کردیم، چون نمیدونم شاید با پای خودمون قسم آمدیم، اولا از ما شبهه کردم، شاید گفتن آدمی امنیت است، شاید همین بود که ما با پای خودمون خسته آمدیم، کسی ما را دعوت نکرد. خب بعدا ما خیلی شاید اکم فکر شخصی من است که شاید آنها را فهمونده توانستیم که نه ما از امنیت کن نیستیم. خب بعدا بود خیلی قبول کردم. بعدا روز تا روز مثلا مشکل سر این می رود که از نهضت از همون روزی که آمدیم اگر چند حرکت ها کردیم، مثال دیگر رو دیدیم و کردیم، اما یگان نتیجه مثال به دست نآمده است. حتی دیروز با دوستان صحبت داشتیم، میگن به بخش ولایتی سوخت، به بخش نهضت رفتیم، کسی را یافت نمیکنیم در اونجا که صحبت کنیم یا چیزی را بپرسیم. بجز میگن یک عیال هست با 2 فرزندش که در اونجا قلاور بوده. خب این هم علاقه گویم یک مینوس است برای این حزب که حزب سیاسی است. در برابر گویم در مطبوعات میگویند که شاید یک حزب قوی است. این خیلی گویم مینوس است که زمان مردم میخواد و خودش رو بگوید اما کسی گوش نمیدید به آنها. خب چیز دیگر این که اون دفعه وقتی بخوری بود با جوانان صحبت کرد، پس از شاید 2 روز یا 3 روز بعد باز یک نفر دیگر رو متهم کردن با کدام جنایت، گفتن از حزب نهضت است، اون است اینو دیگر باز در تلویزیون اومد. گپ سر این میرود که همون زمانی که در مسکو بودم من همونجا همین سوال داده بودم که آیا استاد کسی هست که حمایت از نهضت بکنه؟ شما گفتید که نه ما خودمون باید خودمون حمایت کنیم. خب منظور من این بود که از جهت قانونی، از جهت حقوق که مثلا همین گونه خب تهمت ها و یا میشوند، من بار هم ندیدم، اگر چند ما در درون در داخل خودمون اعتقاد میگیریم یا حرفمون رو میگوییم اما به بیرون رسانیده نمیشود. خب این هم یک وجه هست که زمانی که خب مقابل حرفش رو نمیگوید، حق حقوق خودش رو طلب نمیکند، طرف دیگر هم آزاد هر چیزی که میخواد میکند. از همین خاطر گفتنی بودم که خب مقصد که همون قدر وقتی که نسبت نهضت، نسبت اعضایان حزب این گونه تهمت های وای هست، بگذار از جانب نهضت هم گویم یک جواب باشد. حداقل خب همون اعتراض نزد حکومت نیم، بگذار اعتراض نزد کمیته تلویزیون و رادیو برود.
بگذار همون نفر مثلا گویم یا که در نزد تلویزیون و رادیو حداقل یا اعتراض کنیم که در حقیقت نه همین انسان به حزب نهضت علاقه ندارد. این مثال این شهادتنامه دیگر انسان است شما دیگر او را میگید. یا اینکه خب اکثریتی که با پاره و با فساد و با دیگر چیزا دستگیر میشوند یگان تو اونها از کدام حزب هم گفته نمیشد، اما اگه خریدی میدونیم که از حزب حاکم است، اما از طرف ما اون کس نمیگن که مثلا فلانی از حزب حاکم است فلان کارا را کرده است. تشکر. سلامت بسیار مسئله خوب رو برداشتید. اصلا من خرسندم که بعد صحبت ما حداقل یک کس اعضای حزب شده است. چون گفتید که در مسکو صحبت داشتیم بعد آمدید اعضای حزب شدید، خیلی خوب. ولی من بسیار میخواستم که شما را درست‌تر فهمم که گفتید یک سال یا چند مدت شد اعضای حزب هستید، یگان نتیجه نیست. منظور همون نتیجه نیست چی یعنی؟ شما چی نتیجه رو انتظار بودید از اعضای حزب بودن که به همون نتیجه نرسیدید و اون رو یک جای فکر کنیم که چی نتیجه شخصی نداره. مقصد بیایم در پیشتر انتخابات گذشته یک احساس موثر بود در بین جامعه مثلا خود را سر بلند کنیم، سر بلند کرده با دور مردم رسیدن این یک فرصت خوب بود. لیکن از این هم استفاده نشد. از این استفاده اصلا از طریق دیگه استفاده نکردیم. خب من بیایم یک چیز تفصیلاتی همین است که هر چند ساله شاید انتخابات پارلمانی میشود و کدام بیایم یا نماینده‌های حزب‌ها با طرف مردم هجوم میکنن، یعنی که چیزی که رو میفهمن پیشنهاد میکنن، لیکن در اصل با که گذشت همین مرحله در حال فراموش میشود. خیلی مشخص شد، تشکر میگم. و من راست دیگه میخوام که انمیخل اعضای حزب داشته باشیم. یعنی اعضای حزبی که با هدف می آید وقتی میبیند که در فعالیت حزب پیشروی نیست اعتراض میکند که چرا در حزب پیشروی نیست و من چرا به این حزب آمدم. این دوستی عزیزمون حالا دو حالت میتونه در این پیش بیاید. اگر بیاید به این خلاصه برسد که عضویتش در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای خودش و برای حزب از لحاظ سیاسی نتیجه خوب نداده است، دو راه را میتواند انتخاب کند. یا حزب نهضت را ترک کند، بیرد به یگان حزب دیگر اعضا شود که از ما فعالتر کار میکند و به عقیده شخصیش، برنامه‌های حزبی و عقیده شخصیش نزدیکتر است. یا اصلا از سیاست دلسر می شود و سیاست را رها میکند. البته من فکر نمیکنم که این گونه جوانان همه را ترک میکنن میروند پیوست میشوند به گروه های غیر رسمی. این احتمال هم وجود دارد، چون وقتی که از همه حزب‌ها دلسر شدند پیروی میکنن به گروه هایی که غیر رسمی هستند و راه و روش بسیار آسان الटरनेटिव्ی را پیشنهاد میکنند. راه الटरनेटिव्ی آسان چی است؟ مثلا حزب تحریر میگوید که اگر خلافت برقرار شود عالم گلستان، تمام دیگر. ولی خلافت چگونه برقرار می شود، چه پرابلم ها هست، برای اونها مهم نیست. برای همین جوانان دنبال آنها میرن. من چرا میگم خوشم میاد از صحبت شما؟ برای اینکه ما نیاز به همین گونه جوانان داریم که طلب کنند و بگن که میخوام از یک سال به سال دیگر نتیجه رو ببینم، از انتخابات به انتخابات دیگر پیشروی داشته باشیم. حالا جدا با اون حاضر نمیخوام تکرار کنم که چرا ما در انتخابات پرزیدنتی این سیاست رو پیش گرفتیم، چرا خودمون نامزد نشدیم، نامزد غیر حزبی پیشنهاد کردیم. این رو بحث کردیم و بحث خواهیم کرد در آینده. مهم آن است که شما نزد ما مسئله گذاشته ایستادید که حزب باید فعال باشد، حزب باید از اعضاش حمایت کرده تواند، به این گونه تهمت‌ها اعتراض کرده تواند و چند مثال‌های دیگر هم آوردید که چرا اینقدر تهمت‌ها نسبت اعضایان حزب کرده می شود و هر یک جنایتکاری که کمترین ارتباط به حزب دارد اعلان کرده می شود و از حزب‌های دیگر نه. من اصلا دوستی عزیز طرفدار آن نیستم که یگان جنایتکار را با نام حزبیش اعلان کنند، چه نهضت باشد، چه خلق دموکراتی، چه کمونیست. انسان انسان است. حتی با نام ملتش هم نمیخواهم که بگن جنایت را تاجیک کرد یا ازبک یا روس.
حتی با نام دینش هم نمیخواهم که این جنایت رو مسیحی کرد یا مسلمان یا اتئیست. انسان جنایت کرده است، انسان نام دارد. اگر بسیار لازم است در همون انکیت یا که دیلی جنایتیش نام و نسبش نویسن، ولی در مطبوعات اعلان کردن خوب نیست. وقتی که یک تاجیک، چرا در ذهن بعضی‌ها تصورات با وجود آمده است که جنایت ها را اساساً در روسیه مهاجرین، میگرانت ها صادر میکنند و مردم تهجویی هم یک حسی بدبینی نسبت مهاجرین پیدا کرده است. نه به خاطر آنکه مهاجرین جنایت بیشتر صادر میکنند، بلکه به خاطر آنکه بیشتر در این باره میگویند. گزارش اخیر پروکراتور گنرالی روسیه را همین هفته گذشته چاپ شد، ژورنالیست‌ها ممکن خوانده باشند. تنها 8% جنایت های صادر شده در روسیه از طرف غیر شهروندان روسی صادر می شود. شهروند غیر روسی یعنی فقط مهاجر آسیای مرکزی نیست، تمام دنیا در اونجا هست. اگر اینا رو با مهاجران آسیای مرکزی تقسیم کنیم شاید 3% هم نمی شود. ولی مطبوعات روسیه پر از خبرها است که فلان مهاجر این جنایت کرد و تاثیر رسانده در ذهن مردم. همین اسلوب رو هم در داخل کشور ما استفاده میبرند و یک تصورات با وجود میاد که جنایت رو فقط نمایندگان یک حزب میکرده باشد. دیروز من در کدام رسانه خواندم که گویا نماینده حزب خلق دموکراتی یک نمایندهش چه جنایت وحشانیت دیگه هم صادر کردن، نوشتن که عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فلان جنایت تجاوز رو صادر کرد. من اگرچه طرف دیگر نهضت ما رو خیلی در این باره تنقیح کردن، تهمت کردن، ولی به من این خبر خوش نآمد. کسی از دوستان بود، من گفتم که ببینید الکی این روند رو شروع کردن در تاجیکستان که خیلی آینده بد دارد. یعنی اون طرف فکر کرد که فقط نهضت رو ضربه میزند، با آغاز کردن اون که نهضتی‌ها جنایت کردن خودشون دری یک روندی رو باز کردن که بومرنگ، این قانون بومرنگ هست، بر خودشون برمیگردد. الکی مردم عادت کردن میگن که خب فلان نماینده حزب خلق دموکراتی هم جنایت کرد، فرزند فلان منصبدار هم جنایت کرد. بنابر همین باید که نسبت این مسئله ها باید بسیار احتیاط کرد. اما درباره اون که نهضتی ها را کی باید حمایت کند، درست من در اون صحبت اوله گفتم که نهضتی ها را باید هممون یک جای حمایت کنیم. حتی بعضی ها گفتن طرز دیگر فهمیدن که گویا من گفته باشم که مرا شما حمایت کنید. هممون را اولش خدا حمایت کنه، بعدا نیروی ما در یکدیگر بودن است. ولی من مخالف اعتراضهای شدید و خشونتبار هستم. بله، اعتراض در شکل میتینگ، پیکت، دمونستراسیا یا راهپیمایی این حق قانونی ما هست. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره گردی همایی ها قانونی مخصوص داریم، ما این را اجازه داده است. اگر هر کدای ما بخوایم که اعتراض کنیم، گردی همایی کنیم، طبق مقررات این قانون می توانیم گردی همایی کنیم. ولی چرا تا امروز از این وسیله قانونی استفاده نشد؟ به خاطر آنکه ما دعوت میکنیم همیشه به صبر. البته ما را بسیار تنقید کرده ایستون که صبر تا کی شما صبر میکنید. من همیشه میگم که در 40 سالگی هم گفته بودیم صبر ما سلاح ما است، قدرت ما در همین صبر ما است. بگذار تنقید کنن. حتی ببینید که اعضای حزب خودمون هم دیگر اعتراض کرده ایستادن. اون نظرسنجی که در جلسه ماه گذشته گذراندیم برای من راست میگم نتیجهش بسیار تعجب آور بود. همتون اعضای فعالان حزب شتگی بوده. در این طالب سوال گذاشته شد که از سیاست صبر و تحمل رهبریت حزب چند درصد پشتیبانی میکنید؟ 32% از فعالان حزب نهضت پشتیبانی کردند. 32%. 26% آقای محمد کریم دیاتون است، رقم 26% بود نه؟ در مجموع 26% طرفدار گردی همایی. یعنی چند سوال بود، از همه جواب بیشتر باز همون سیاست صبر و تحمل بود که 32%، دوم جواب 26% گردی همایی، سوم خب دیگه تقسیم شده میرفت. حتی یک 3% هم آواز دادن که فعالیت حزب رو بس کنیم با کار پنهانی باید گذاشت. 3%.
من از اون 32% و 26% نگران نیستم، من از همون 3% نگرانم. اشکارش میگم، من از همون 3%، رقم 3% برای من بسیار بالا است. وقتی که مردم اعتراض کرده ایستادن که توکی و شماره این نفرها روز تا روز بیشتر شده ایستاده است. وظیفه ما و شما هم برادر جوان و دیگر مسئولین هست که این رقم 3% بیاریم به 1% و اصلا به 0 برابر کنیم. هیچ کس در تاجیکستان دیگر آرزوی فعالیت پنهانی را باید نکند. همه چیز باید شفاف در نزد قانون، در نزد جامعه آشکار باشد. ما مقصدمون همین است. ولی من شما رو دعوت میکنم به یک صحبت خوب دوستانه، تا اینکه میخواهم باز این مسئله رو که شما نتوانستید تا آخر گفته تنها نباید، اگر ممکن چند نفر همفکران شما هم باشد، حتما باور دارم که هست همفکران شما، چون از چند جا علاقه شنیده ایستادم که نسبت این صبر و تحمل ما اعتراض داره. بیاید با هم میشینیم و من انشاءالله که تلاش میکنم شما رو متقاعد کنم، یا شما ما رو متقاعد کنید با همون اسلوب پیشینه‌ای که گفتیم یک فکر دست جمعانه میکنیم. خدا خواهد فرمایید شما. استاد، ما وقتای روزهای اخیر توسط وسایل اخبار عامه، خب وسایل اخبار عامه در نظر دارم اینترنت و چند هفته‌نامه نه تلویزیون‌های دولتی، خب مصادره اموال و مالکیت بعضی صاحبکاران شده است. مثلا دیروز مصادره یکی از کارخانه‌های الکترونیک ام و گلستان و دیگر کارخانه‌ها و باز از یک خواهر دیگر از شهر یک خواهر دیگر از کدام شهر توس بله که بازارش رو مصادره کردن دو در عروسی پرزیدنت و بالاخره بازار یکی از خویشاوندان شما را که یک شخص حقوقدان هستید از شما مصادره کردن و این چیزها قبلا هم بود، مثلا بازار زرنیسار و دیگر کارخانه ها، ولی روزهای اخیر بسیار اوج گرفته شده است و در نتیجه بیکاری در کشور کاهش یافته شده است. در این فصلی که اقتصادی کشور کم می شود در فصل بهار، خوب من میخوام فهمم که این چه سیاست است و در یک جایگی چی باید کرد که پیش این کاهش بیکاری گرفته شود. من نمیفهمم که در این فصل سال، در این پس شدن اقتصادیات کشور، در فصل پس شدن اقتصادی کشور یک پرچم سازی چی منفعت دارد به خلق توجیک؟ اقتصادی کشور رو از پرچم سازی ما بالا برداریم یا که از کاهش دادن کارخانه و فابریکه و زباد. تشکر زیاد. درباره بازارها پرسیدید. تاجیکستان راهی اقتصاد بازرگانی را پیش گرفت. بعضی ها اقتصاد بازرگانی را گرفتن بازارها فهمیدند که اقتصاد بازرگانی همین بازار گرفتن است. اگر گرفتید اقتصاد بازرگانی میشد. من برای چین شوخی کرده ایستادم، یک دوست دیگر نامه نوشته است، گفته است که خب خیلی از تشکر که صبر ما هم طرفدار داشته است. اینجا بس گفته است ما طرفدار این صبر هستیم و گفته است که مثل همیشه با تبسم باشید. شاید فکر کرده است که در وقت اخیر تبسم ما کمتر شده است. انشاءالله در آینده سببی بیشتر برای تبسم پیدا خواهد شد، ولی بالاخره همه ما انسان هستیم و نمیشه. تبسم چیزی نیست که ساخته کرده شود. تبسم ساخته معلوم است، مشخص است و دیگر، ولی انشاءالله این نصیحت شما را به یاد خواهیم داشت و پیشنهاد کرده است که یک نام شما را محمد صابر مانیم. نمیدونم کدام برادر این نام را نوشته است، بس که هم نام خودم معقول است بخورم، اگرچه محمد صابر هم نامی بد نیست. برای این پیشنهاد این برادر این شوخی که درباره بازرگانی گفتم بخوام خاطر کردم. اما برای من در این سوال شما دوستی از جواب دادن حالا دشوار است،
چون که اگر جواب چی هم خواهید نخواهید برمیگردد به همون حالتی که خودم قرار دارم اونجا. و شما اگر چه خودتون به واسطه پرسیدید درباره اون قضیه ما هم گفتید، ولی نمیخوام که مسئله رو با هم آمیخته کنم. مسئله مالکیت، گرفتن مالکیت زید سعیدوف یک قضیه هست. از اون شهروندانی که شما نامبر کردید مسئله فرق میکند. از ما هم که هنوز خدا را شکر مصادره نکردن، هنوز نگرفتن، هنوز فقط پرونده آغاز شده است، رفته شده است. این فرق میکند و امید داریم که اون حادثه‌ای که پیشتر بود تکرار نشود، نگیرن، چون دلیل نیست. من خودم در مرافعه سوری شرکت کردم، دیروز بود یا پریر بود بشکم رفته بودم و از سوری هم وقتی که از ما خواهش کرد که همچون صاحب ملک نظرم رو بگم، اولین سوال منم از سوری همین بود که اگر قرار درباره گرفتن این بازار ما گرفته شده است، دیگر برآمد کردن من هیچ فایده ندارد. چی من برآمد کنم، چی نکنم، چی دلیل بیارم، دیگر مسئله حل است. وعده داد که نه، یکم خیلی سپارش نیست و من در اساس قانون حل میکنم. بعد برآمد اونو کردیم، گفتیم که چی میخواهیم. امید هست که این مسئله درست حل میشه، چون صحبت تنها سر مالکیت ما نیست. اونجا 700 صاحبکار کار میکند که حداقل 10 نفری رو میخورانند و دولت اجتماعی هم همین است که باید ضربه به اجتماعیت مردم نزند. شاید که یکان کمبودی در صاحب پیشینش بود است، کدام وقتی که اونجا رو وقتی خصوصی کردن، ولی بعدا قانون عفو قبول شد، قانون عفو مال اموال سال 2007 و اونجا گفته شد که هر اموالی که تا امروز به دست آمد، تا امروز اگر هیچ دعوای سودی نبود نسبتش، اون دیگر درست حساب می شود، عفو شده است و هیچ دعوا از بالای اون قبول نمی شود. اگر که مالها همش مالکیت درست به دست آمده باشد، قانون عفو قبول کردن چی در کار؟ قانون عفو همون وقت قبول می شود که خود حکومت می فهمد که با سبب بی تجربگی حکومت، حقوق شناسان و ندانستن اقتصاد بازرگانی در اینجا کمبودی رخ داد. و از همه عجیبش این است که فروشنده خود حکومت است، حکومت خودش فروخته است و کمبودی را حکومت کرده است، نه خریدار. یک مفهوم دبرسای سپاکوپاتل است، خریداری با وجدان. اگر خریدار مسئولیت خود را در نزد قانون انجام داده باشد، حکومت خودش خطا کرده است، با کمبودی فروخته است، باز امروز دعوا میکند که در اینجا من خطا کردم، مالکیت رو گردونده ته. منطقی ندارد این. اما درباره شما درباره سیاست اقتصادی امروزه بیشتر سوال کردید. البته این به بنبست میرساند. در مجموع میگم دوستی عزیز که اگر همین سیاست دوام کردن گیرد، دو نتیجه میتید. یکی امید مردم به اقتصادی آینده، به سرمایه گذاری کاهش مییابد، سرمایه داخلی میکوچد به خارج. دوم این که سرمایه گذاران خارج هم هیچ کس دیگر جسارت نمیکند بیاید. فقط خدا خیر شما بتید خطایی ها حاضر جرأت کرده آمده ایستادیان و اونم با ضمانت شخصی خود پرزیدنت که در همه چهاربینی شرکت میکنند، باز میکنند، میکشند شرکت های مشترک چینی و تاجیکی را، همونو شاید ضمانت داشته باشند. دیگر شهروند تاجیک سرمایه گذار داخلی اعتماد را از دست میدهد که من اگر سرمایه‌ام را گذاشتم در اینجا آینده دارد یا نه. من یک مثال دیگر به شما میزنم. ما افغانستان را زیاد تنقید میکنیم. هر وقت که بگویند که تنقید کردنی شما ما رو میگه افغانستان رو ببینید چی به چه حادثه رسید، همونا میخواهید، باز افغانستان میخواهید تکرار شود. ولی کسی که افغانستان نرفته است این گپا باور میکنن. من سال گذشته 2 بار رفتم. در افغانستان جنگ هست، ترور هست، کشتار هست، بی‌امنیتی هست، همه چی هست، نارکوتیک هست و هر روز اخبار داریم که 2 نفر کشته شد، 5 نفر کشته شد. ولی یک چیز در افغانستان هست، اون طرف ترکانده ایستادن، این طرف دیگر کران‌های بلند، ساختمان‌ها رفته ایستاده است، گویا که جنگ نیست در این کشور. بعد من از چند افغان پرسیدم، افغانی که در خارج زندگی میکند، در اروپا کار کرده ایستاده است، پولش رو آورده است در کابل بنا ساخته ایستاده است. گفتم تو برای چی در اینجا سرمایه میگذاری؟ اینجا ترکانده ایستادن، جنگ هست. گفت من برای اون سرمایه میگذارم که در افغانستان یک مفهوم هست، در ذهن طالبان هم، کمونیست هم، در ذهن همه حزب هست.
مالکیت خصوصی مقدس است اینجا. هیچ کس مال خصوصی افغان رو گرفته نمیتواند. نجیب الله رفت آمد، طالب رفت آمد، کرزی می رود. مال خصوصی انسان از لحاظ دینی، از لحاظ شرعی، مال مومن خود مومن است. حرام است برای دولت برای یک کسی دیگر گرفتن. برای همین افغان گفت جنگ رفته ایستاده است، میداند که اینا میسازن برای فرزندان میماند. اگر خودم که نامدم خش تبارم میگیرد. در ما هنوز مالکیت خصوصی این مقام رو پیدا نکرده است. چرا یک نفر بیاد در تاریخشون سرمایه گذارد وقتی که باور ندارد که فردا سرمایهش چی می شود؟ اینا برای همین من عاقبت این رو خوب نمیدونم، ولی چرا نمیخوام در این موضوع زیاد گپ بزنم؟ چون بعضی ممکن فکر کنن که حالا که مشکلی بالای سر خودم آمده است بیشتر در این موضوع صحبت میکنم. این نکته رو هم عزت الله معذره یک نکته دیگر هم بگم بعد شما سوالتون چیه. بعضی ها شاید بگن که خب برای سیاستمدار یا برای چون معمولا میپرسن که از کجا افتاد این پولا؟ خب بازار دارید، اقتصاد دارید، سرمایه دارید. در ما یک فهمیش با وجود آمده است که سرمایه دار یعنی دزد. این از زمان شورای شروع میگرفت، بای، کلک، دشمن خلق و همه پولدارها را در اون زمان کلک کردند و یک قشری همگانی کمبغل ها پرولتاریات رو با وجود آوردند که بعد آهسته آهسته اونها هم با بای شدند. ولی در 20 سال استقلالیت این دشمنی نسبت پولداران باز بیشتر شد. چرا؟ چون که هر کسی که منصب دولتی گرفت بای شد. یعنی پیشتر اگر همه کمبغل شده بودن در زمان شوروی، بدبینی ایدئولوژی نسبت پولدارها با وجود آمده بود، در زمان ما این به طور طبیعی بدبینی با وجود آمد، چون که اساساً پولدارها کیا هستند؟ منصبدارها یا خش و تبار منصبدارها. منصبداری که معاشش کم است، اصلا از روی قانون حق بیزنس ندارد، تجارت ندارد، ولی بعد میبینید بعد چند سال منصبدار بودن، وزیر شدن یا یک منصب دیگر را گرفتن، صاحب همه چی میشود. مردم حق دارن سوال کنن که پول را از کجا آوردی؟ و این یک تصور را با وجود میآورد که هر کی پول دارد با راه غیر قانونی و با راه دزدی به دست آورده است. ولی نه دوستان عزیز، در جامعه کم هم باشد هستند کسانی که با مهنت حلال، با عقل خودشون و با توانمندی خودشون پول کار کردند. نباید دیگران را تحقیر کرد، بخصوص کسانی را که هیچ وقت در منصب دولتی کار نکردند، برای هیچ حجت امضا نگذاشتند که از روی این حجت امضا کرده آنها یک کس درآمد بگیرد. من اگرچه نمیخوام درباره مالکیت شخصی هم و قسمت صاحبکاری خودم صحبت کنم، کم میشود صحبت کردن، امکانی صحبت پیش میاد، ولی چون وقتش آمده شاید که بگویم این چیز رو که اولین حجره کوارتر سه خانگی خودم را در سالهای دانشجویی خریدم، سالهای شوروی، و بار آخر از پدر و مادرم پول گرفتن، کورس یک میخوندم 27 روبل روسی شوروی از پدرم برای شیم و کاستوم گرفتم. به یادم هم هست یک شیم و کاستوم خدداری کبوتچه بود و آخران بار پول گرفتگیم همون است. دیگر از همون وقت در مسکو هم کوارتیر داشتم، در سالهای دانشجویی در اکادمیا، در دوشنبه هم. و تجارت من تجارت بسیار شفاف و آشکار و قانونی است. تمام مالکیت خود را از بیرژه مال و اموال تاجیکستان با شرکت کردن در بیرژه سال 99-2000 سالها که یکم منصبی سیاسی و دولتی نداشتم، یک شهروند عادی بودم، اون سالها گرفتم. و اگر اهمیت داده باشد اکثر مالکیت ما در قسمت شرق دوشنبه یا بیرون از دوشنبه است، چون اون وقت مردم بیشتر کوشش میکردن از بیرژه در کوچه رودکی در جاهای مرکزی بخرم، منصبداران اونجا را میخریدن. هیچ کس از دوشنبه بیرون جاهای ویرانه را نمیخرید. حتی بعضی ها شوخی کردن که سال 10 سال پیش وقتی که همون بیناهای نیم ساخته قسمت وستاشن خلمه را خریدیم، دوستانم شوخی میکردن، میگفتن که شما برای بامجا و نرکمانا چی خریدید؟ پریوت. چون دایم که میرفتیم همونجا پوری همون نرکمانا درونش بود. ولی بعد چند سال این مالکیت قدر پیدا کرد، ارزش پیدا کرد که دیگر میلیون ها دلار ارزش. اون وقت هیچ کس پسند نمیکرد. خب روز میگن از کجا افتید؟
خب وقتی ما در مسکو تجارت داشتیم، در دوستان زیاد با ما کار میکردند. خب اینم بگویم اکنون دیگر جای پنهان کردنش نیست. دوست و برادر نزدیک من زید سعیدوف که امروز همه مالکیتشو میگیرند، ما همراه یک شرکت داشتیم در مسکو، رسما ثبت نام شده. ایشان دیرکتور گنرالی، ما جانشینش کار میکردیم چند سال. بعد که اکادمی دیپلماتی داخل شدم گفتم که دیگر نمیتوانم تجارت رو زیاد دوام داده و دیگر کس سپردیم و من دنبال مالکیتم رو حفظ کردم ولی دنبال تحصیل شدم. ایشان کار رو دوام دادم، تبدیل به یک سرمایه‌دار قوی شدن، پولشون رو آوردن، ما هم بعداً آوردیم به اینجا. خب دیگر نصیب همین بود است. منظورم چی است؟ منظورم اون است که نباید از کسانی که با مهنت حلال پول کار کردند دشمن تراشید و اصلا نباید باز طرف دیگری مسئله هم هست، دنبال مال زیاد گشت که اگر گرفتن ما دیگه اینا فاجعه قبول کنیم بگوییم که دیگر اگه دنیا تمام شد. رزق خدا میتید، رزق از طرف خدا هست. زید چقدری که در همین بیرون میخورد در هم داخل زندان هم همقدر خورده ایستاده است. اصلا آدمی بسیار میخوردگی نبود. من همراهش بسیار میگشتم، در هم مسکو هم خیلی بود، ما هم همون خیلی گشته ایستادیم. پولی همون بازار همه تان میدوید که برای ورزشگر میرفت، برای دانشجو میرفت، برای دیگر کسا میرفت. شاید سوال کنن که چرا در نام خودتون ثبت نکردید. بسیار شفاف میگم، برای اینکه طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان حق صاحب کاری ندارد. حق صاحب ملکی دارد ولی حق صاحب کاری ندارد. بعد از اون که وکیل شدم بسیاری از فعالیت صاحب کاری را به نام اهل خانواده‌ام ثبت کردم و صاحب ملک باقی موندم، چون من صاحب ملکم. امروز هم که رفتم در دیروز در سوری شهر ترسمونده همچون صاحب ملک صحبت کردم. چرا از کسی پنهان نمیکنم؟ برای آنکه همش رو شفاف به دست آوردم. حتی مالهایی که 10 سال پیش در بیرجه خریده بودیم به من کارمندان سابق صدای مردم و دیگر رسانه‌هایی که در اونجا اعلان اکسیون نشر می شود و من گفته ایستادن که حتی اونها را تفتیش کردن، پرسیدن که چی شد که همون اعلان کردگی شما را اون وقت کبیری خرید. خب اعلان شد، هیچ کس نخرید، هیچ کس نمیرفت در اون وسطاش خلمه و در ناحیه رودکی مال بخرد، همه در کوچه رودکی میخواستن بخرند. بعدن یک نکته دیگر است، کسانی که ساحه اقتصاد را خوب میدونند، در بیرژه تاجیکستان سالهای قبل نو اصول انگلیسی برای مانده شد که بالا رفتن نرخ اعتبار است. مثلا 2 نفر نرخ 100 پیشنهاد میکنند، یکی 150 200 رفتن میگیرند. سالهای پیش با توصیه NVF میجنرال والوتی فوند با اصول گالندی فروخته میشد، نرخ از بالا به پایان می اومد. بعضی ابیکت‌ها را در 50 معاش حداقل هم فروختند. خب من در همین شهر دوشنبه انفکسیونی بالینسه نیم ساخته 10 هکتار زمین قطعی در سال 2000 خریده بودم. در همین شهر دوشنبه 10 هکتار زمین برادران خوب میدونن. بعد اومدن خودم حیران شدم که چگونه حکومت 10 هکتار زمین در شهر دوشنبه بالینسه انفکسیونی را میفروشد. حکومت فروخته است، هیچ کس نخرید. گفتن یا ویرانه است، کی نه آباد میکند. وقتی که ما خریدیم خریدارش زیاد شد، خب منم فروختمش. باز پول نقد پیشنهاد کرد، نرخ خوب. یک کس اومد گفت که همین هم قدر میخریم. گفتم مرحمت بگیرش. شهرداری دعوت کرد، گفت که شما اینو در وقتش خریده بودید و ما حاضر نیاز به بالینسه انفکسیونی داریم. گفتم پس چرا فروختیدش؟ خب همین خیر اشتباه شد و فروختیم. گفتم ببخشید من به دقیقه سالکه نفروختم، از صاحبی بعدش گیرید. برای چی اینها رو میگم برادران عزیز؟ ممکن که انسان در پیش خدا و وجدانش پاک باشد. این چی میگن مردم؟ کار نداریم، پول داریم، حلال کار کردیم، از هیچ کس نمیترسیم، گرفتن آششان شود. فقط یک خواهش داشتم، همونجا که همون مردم بازار بیکار نمونن، چون اونجا مردم بسیاری همونو نمیدونستن که بازار همین قدر سالها از کی است. من هیچ وقت نرفته بودم، یک بار در اولی خریدن رفتم دیدم، یک بار دیگر گفتم یک وقت میرم که خالی باشد، روزی سانیتر دین. نمیخوام اونجا رو بگم که من بازار دارم و اونا دانن که بازار از کی است. ولی خب بالاخره بعد فهمیدن که از کی است. در سر بازارم زیاد شد. یک نکته دیگر هم بگم، این
ایران یا سودی میگن، یک چیز عجیب است. وقتی که اگنسی کروپسیونی ایسک پیشنهاد کرد برای گرفتن همین بازار ما، یک چیز برادرم زنگ زد، یک برادری که به تجارت مشغول است، این اکه کاشانه خوردی، گفت که براتون هست که سالهای دانشجو، سالهای شوروی در بازار تاکوچکا بود اینجا، هر دومون قپیده بودن. وقتی که مال ما از مسکو رفتم مال می آوردم روزای شنبه همراه دانشجو می فروختیم، باز تجارت داشتم از همون وقت. من گفت ما را قپیدند و خودت خلاص خوردی و من بردن سود کردن، همچون سپیکولانت جریمه کردن. اونم دانشجو بود. گفتم که یادم هست، چرا نه؟ گفت میدونی که ما را جریمه کرده بود و مال ما را کنفیسکاسیون کرد؟ گفتم نه. گفت همون وقت کارمند OBخS فتا سعیدوف بود، همون کس گرفته بود. با بسیار خیلی را گفتم بیاد که 20 سال چند سال گذشته، از اون سالهای 89 بود. یعنی من سالهای دانشجو همون وقت مال ما را کنفیسکاسیون کرده بود. جناب محترم که من بسیار احترامش دارم، فتا سعیدوف کارمند چی بود است؟ OBخS. من ایادم برآمدگی بود، برادرم به یادش بود است، چون وای سود کردن همچون سپیکولانت. خب ما به شما گفتن دیگر شده است. یعنی اون وقت مالکیت ما را گرفتن همچون به فایده پرولتاریات. یعنی گفتن ما سپیکولانت، ما کپیتالیست، گرفتن به طرف پرولتاریات. حاضر با همون آدمان این مالکیت ما رو میگیرن به فایده دولت اولیگارخی کپیتالیستی. یعنی ما پرولتاریات شدیم، اون طرف باز کپیتالیسم. ولی عجیب که تصادفاً است، البته این یگان چی نیست، همین خیلی حادثه شده بود. انشاءالله همش بخیر می شود. فکر میکنم که ما باید در این مسئله باید همیشه دیدگاه مثبت داشته باشیم. خب ببخشید یک کمی طولانی برای این سوال جواب دادم، بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام حضور یکایک شما استادان، برادران و خواهران. خب استاد کبیری، من یک پیشنهاد داشتم و دو سوال. گفتم خیرد افروخت مرا درسی حکیمان فراخ، سینه افروخت مرا صحبتی صاحب نظران. سوال میخواستم مینداری خیش را از شما که وقتی قیمت خیش را جدا کردید برای واخوری با جوانان و سپس با کسانی که این واخوری را آماده کردند. یکم پیشنهاد من این بود که چگونه که در مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واخوری ها با جوانان می شود، از شما خواهش دارم که این گونه واخوری ها رو در مرکز های ولایتی هم اینچنین تشکیل بدیم. چنین که می دانم که از مشکلی های زیاد است برای تشکیل کردن چنین واخوری ها، برای آماده کردن، برای دسترس کردن تالارها و دیگر چیزهایی که برای واخوری مهمند. و دو سوال داشتم. سوال یکم من این بود که امروز برای همه ما شما معلوم است که چقدر مشکلی هایی که برای حزب نهضت اسلامی، بالای حزب نهضت اسلامی میآید از طرف مقامات بیشتری، اونها از طرف مقامات قدرتی هستند و میخواستم بدانم نظر شما را که چرا دوستانی که این فشارها را بالای حزب نهضت اسلامی میارند، آیا آنها از منصب میترسند و یا از واقعیت؟ یعنی نظر من است که برای چی، از چی میترسند واقعیت؟ یعنی که حزب نهضت اسلام خدای کرد و به سر قدرت آمد، آنها از منصب خود کنار میروند. من گمان میکنم چنین نیست، زیرا که سال 1900 بعد سازشنامه صلح در آنجا 30% به جانب حزب نهضت اسلامی جدا کرده شده بود. اکثر همون اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صاحب منصب نشدن، منصب رو نپذیرفتن. مقصد حزب نهضت اسلام هم بس برای منصب نیست، گمان میکنم که برای هر یکی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای کوشش برای بهبودی زندگی مردمش می باشد. اگر از منصب نمیترسن پس از واقعیت میترسن، یا که در طولی که در منصب بودن نتوانستن به مردم خدمت آن وظیفه خود رو اجرا کنند، شاید از چنین باشد. میخواستم نظر شما را بفهمم. سوم سوال من این بود، در یک صحبت قبل شما با جوانان داشتید، گفتید که سبب تبلد مردمی که در سوریه شد این یعنی
ریایه نکردن حقوق مردم بود، یعنی آزاد نگذاشتن مردم بود. و دیگه سببش این بود که پرزیدنت قبلی که بعدی اون تبادلات به وجود آمد از دیگر دولت هایی که در آن تبادلات شد عبرت نگرفت. من از شما میخواستم بفهمم استاد که امروز در تاجیکستان ما با ما همه ما و شما معلوم است که چگونه محدود کردن حقوق های انسان است، یعنی کارمندان چگونه که شما گفتید صاحب کاران است. همین خطر رو تاجیکستان ما هم در کمین دارد. سلامت باشید. سلامت باشید. پیشنهاد شما درباره برگزاری این گونه نشست‌ها در ولایت‌ها قابل قبول است. من انشاءالله نیت دارم که به نزدیکی در یکی از ولایت‌ها، شاید ولایت سوق باشد، چون این ملاقات رو با جوانان برگزار کنم. ما گذشته در شهر کلاب هم بودیم و با نظر داشت شرایط انشاءالله این پیشنهاد رو عملی خواهیم کرد. اما درباره آنکه از چی میترسند مقامات، این سوال رو باید از ایشون کرد که از چی میترسند. و ما هم میخواهیم که نترسند، نه از منصب بترسند، نه از آنکه کسی جای آنها رو تنگ خواهد کرد. بالاخره قاعده بازی سیاسی همین است. وقتی یک کس مغلوب شد دیگر جایش کسی دیگر می آید. مهم که ما دولت را حفظ کنیم، ملت را حفظ کنیم. از جای عوض شدن منصبداران دولت ها ضرر نمی بینند بلکه فایده میکنند. مثلا در دولت های پیشرفته این طبیعی هست. ایتالیا در از سالهای جنگ بزرگ وطنی به بعد 60-70 سال شاید گذشته باشد، جای خونده بودم که قریب 50 حکومت رو عوض کرد. 50 سربازی رفت و آمد. بعضی‌ها حتی یک سال هم فرصت کار نداشتند. ولی ایتالیا که از کشورهای پرقدرت است. چرا؟ برای اینکه با رفتن منصبدار یا آمدن منصبدار نو نظام دولتداری عوض نمی‌شود. ساختارهای دولتی هستند، متخصصان کار میکنند. ممکن وزیر عوض شود ولی متخصص در همه حالت برای هر حزب سیاسی لازم است اون کار میکنه. بعد طرف دیگری مسئله است که خود نهضت حکومت رو گرفتنی نیست که کسی بترسد. حتی همین سوال شما باز بیشتر میترساند بعضی ها را که پس این جواناشون که مسئله گذاشته ایستادن اینا الکی گرفته شدن این مقام منصب، ما باید بیشتر فشار بیاریم. ما باید مطمئن شدن که برادران عزیز هیچ کس مقام منصب دولتی رو همش رو گرفتنی نیست. حتی اگر انتخابات هم شود و حزب نهضت آواز بیشتر بگیرد، من عقیده شخصی هم همین است که باید تناسب حزب غالب در حاکمیت کمتر از تناسب آوازهای گرفتهش باشد. برای مثال اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40% آواز را گرفت، در حکومت 40% نماینده نداشته باشد، بس است که 20% داشته باشد. اگر 60% گرفت بگذار 40% نماینده داشته باشد. این خیلی نشود که یک حزب بیاد 51% یا 60% آواز بگیرد و 100% حکومت اعضای خودش کند. این خیلی هم نباید باشد. خب سوال سوم درباره انقلاب ها گفتید که رعایت نکردن حقوق مردم سبب اصلی می شود، از ما مثال آوردید. من هنوزم به این نظر هستم چی در سوریه، چی در کشورهای دیگر، چی در اوکراین رعایت نشدن حقوق مردم و فساد اداری و کروپسیون و بی‌عدالتی رهبران باعث انقلاب ها می شود. و برای آنکه تکرار نشود این انقلاب ها باید که با مردم گفتگو کرد، مردم رو راضی کنند از خود. هر چقدر صف ناراضی ها بیشتر شود همون قدر احتمال انقلاب و حتی انقلاب هم نه یک بی سر و سامانی بیشتر می شود. من چرا گفتم که همون نقطه نظرهای ما که در مسکو هم بعد مورد بحث و صحبت قرار گرفت، آقای پریماکو هم به همین اشاره کردن، گفتن شما یکی از سبب‌های بی‌ثباتی اوکراین را در همین رفتار نادرست یانوکوویچ و حکومت اوکراین دانستید. این خبر به ما رسید. من فکر کردم که ایشان اعتراض خواهند کرد. برعکس گفتن که ما 100% راضی هستیم. حالا هم دیگر سیاست ما در روسیه باید همین خیال شود که در دنیا فقط از دیکتاتورها پشتیبانی نکنیم. در کجا یک دیکتاتور و یک نظام اتوریتری است تکیه به روسیه میکند. در این آوازه سازمان ملل 11 کشور یا 9 کشور 11 کشور به فکرم طرفداری کرد. شما یک بار ببینید روی خط اون کشورها کدام کشورها هستند. یعنی این علاقه برای هر سیاستمدار باید که پیام باشد و همین مشورت را هم به دیگر سیاستمداران در داخل کشور میدیم که با مردم گفتگو کنید، راه مردم را نبندید. منظورم راه بندی ماشین ها فقط نیست. راه اقتصاد را نبندید، راه فرهنگ را نبندید، راه دین را نبندید.
همین بود مقصد ما از این گفته‌ها. فرمایید. با سلام حضورین محترم، نخواستم یک چند ملاحظه خویش رو وابسته به امروزه بحث خب مطرح سازم. خب بنده در یک 3-4 سال اخیر با توجه بر وضع کشور به آن رسیدم که دیگر اون فضاسازی صنعی که هم حکومت باشد و هم دیگر کشورها باشند بر ضد نهضت می‌سازند، فکر میکنم که دیگر کارساز نیست و این رو خود اون نفران فضاساز هم درک کردند، ولی حالا هم این گونه فضاسازی به چه خاطر ادامه دارد؟ خب فکر نمیکنید که این گونه فضاسازی برای توجه نهضت رو به این فضاسازی ها جلب کردن باشد. یعنی انیقترش خب وقتی توجه ما با به این گونه فضاسازی ها زیاد شد، توجه نهضت زیاد شد، خب نفرانی که به این فضاسازی ها اهمیت نمیدادند اهمیتشون بیشتر می شود. خب این یک سوال دیگر وابسته به کریم است. خب شما نیز در سفر اخیر خود در این موضوع صحبت داشتید، گفتید که خب روسیه دیگر کریم را گرفت و ولی رهبر استعفا داده یا که استعفا شده خب اوکراین بر آن نظرند که کریم را باز پس خواهند گرفت. شما در این مورد چی فکر دارید؟ آیا کریم رو باز پس میتوانند بگیرند یا نه؟ واقعا موفق باشید. تشکر زیاد. من راست گپ درباره فضاسازی که شما گفتید هدف نهاییش رو هنوز به خلاصه نامودم که چی میخواهند، ولی احتمال هست که بعضی ها میخواهند با این فشارها باعث یک واکنش تندی از طرف نهضت اسلامی تاجیکستان بخصوص جوانان شوند که بعد دلیل با وجود بیاید که مثلا چرا باید جامعه شهروندی رو سرکوب کرد. و من مثال میارم از مصر. وقتی که اخوان المسلمین در انتخابات پیروز شدند و پرزیدنت مرسی مشاور جانشین خودش یک مسیحی را گرفت، مشاورش مسیحی را کرد، معاون رئیس حزب سیاسی خودش از مسیحیای کاپسکی مسیحی قبطی کرد و بسیار کارهای کرد که خواست که نشان دهد که ما حزب اسلامی هستیم که با همه دوست هستیم، برادر هستیم. ولی یک بار در مصر دیدید که چند تا از سرکوفا رو آتش زدند در وقت رهبری محمد مرسی. کلیساها رو آتش زدند، چند تا از راهب را کشتند و گفتند که این اخوان المسلمین که سر قدرت آمد من نسبت خریستیان ها همین کارها رخ داد. اینها آدمانی چندان خوب نیستند. هرچند پرزیدنت میگفت که ما منشیت‌دار نیستیم این کارا کنیم، اگر که اخوان المسلمین کارا کنن جهان، امریکا، اروپا، کشورهای مسیحی، هموطنان مسیحی خودمون زیدمون میخیزد. برعکس ما کوشش کردیم که اثبات کنیم که اینو برادری ما هستند و در نزد هر کلیسا محافظ موندن از حساب اخوان المسلمین و نمایندگان خودشون. بعدا معلوم شد که از طرف گنرال ها و بعض خدمات داخلی که زیر مرسی کار میکردن این کلیسا آتش زده شده است. به خاطر چی؟ چهره اینها را بد کردن و از همه مهمش یک قسم جامعه را به شور آوردن ضد حاکمیت. دیگر مسیحی ها و دیگر قشرها گفتن که اینا نمیتونن حکومت کرده، ما باید علیه اینها قیام کنیم و حکومت را از دست اونها گرفتن با بهانه‌های گوناگون. ببینید در دوام این همه داروگیرها اخوانی ها نه یک تلویزیون را بستن، نه یک گرد همایی را سرکوب کردن، نه یک کس را پراندن. حکومت چیکار نکرد. ولی وقتی که دیگران سر قدرت آمدن چیکار کردن؟ در یک روز 4000 آدم را کشتند. تا امروز 10,000 آدم کشته شد. هر روز سرکوب کرده میشوند با نام دنیویت، با نام دفاع از کنستیتوسیا. بیشتر از 150,000 آدم در زندان افتاندند.
یعنی همش به خاطر چی؟ به خاطر یک فضاسازی و خشونت رو در جامعه آوردن. من میترسم که شاید بعضی ها مخصوص این کارها رو میکنن که جوانان سرگرم و خون در جوش دیگر طاقت نکنن و خدای نکرده دست به یگان کار بزنن و دلیل پیدا شود برای بعضی حرکت های دیگر، بعضی تصمیم های ناخوب. من از همین چیزاش راستیت کمتر نگرانم. چرا همیشه تاکید میکنم که احتیاط باید کرد. ما باید با رفتار خودمون نشان دهیم که اصلا هیچ وقت دیگر هیچ کس دست به سلاح نزند. این برای ما باید یک کار حرام دانسته شود. در تاجیکستان، در وطن خودمون باید از پیدا کنن. من نمیدونم این از لحاظ شرعی است. چقدر که بعضی کشورها اعلام کردن که دسترسی به سلاح هسته‌ای یادرویی حرام است. خب یک بار فکر کنن. من حالا چی گفتنی نیستم، چون از یک چیز میترسم که مبادا حرفی من خلاف شرع نباشد، ولی دیگر ممنوع اعلان شود، حرام اعلان شود که دیگر دست به خشونت به سلاح باید هیچ کس نزند. باید صبر کنند. ما این رو باید در ذهن جامعه پیدا کنیم. من تاکیدم بیشتر بالای همین است. اما درباره کریم گفتید شما، نظر من بسیار واضح است در این باره. پیشترم گفتم از لحاظ قانونی کریم، جداشوی کریم از اوکراین مشکلی دارد، هم مخالفت با معیارهای بین المللی و هم با کنستیتوسیون اوکراین. ولی در سیاست دو تا مفهوم است، یکی دیوره یکی دیفاکتو. دیوره ما میتونیم که از لحاظ حقوقی بحث داشته باشیم، ولی دیفاکتو کریم جزئی روسیه شد. تا کی معلوم نیست، ولی عملا این کار انجام شد. وقتی که من این رو میگم، بعضی میگن که شما موقعی به طرف روسیه گرفتید. من موقع من به طرف مردم کریم هست، به خصوص تاتارهای کریم. برای من معیار اساسی نظری تاتارهای کریم است، هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ فرهنگی و هم مردمی وطندار اصیل هم تاتارهای کریم هستند. خودمختاری کریم یعنی همچون استاتوس اتونومیا به خاطر دیگر قوم ها داده نشده است به کریم، به خاطر تاتارها داده شد که در اونجا یک اقلیت تاتارها زندگی میکنند. اگر کسی رفراندوم گذراندنی باشد، باید که اول اونها رو پرسید که اونها چی فکر دارن، مردمی که به خاطر آنها اتونومیا داده شد. برای من همیشه میگم که دیفاکتو این علاقه جزئی روسیه شد. شاید بعد چند مدت این سر و صداهایی که درباره کریم هست پایانتر می رود و همه اعتراف میکنن که دیگر کار انجام شده است. معذرت حضور میخوام یک چیز باید خوب روشن‌تر بیان کنم. اما در اون مسئله فضاسازی مقصد ما این بود که ما نهضت باید با این گونه فضاسازی ها توجهی کمتر ظاهر کنند. و چه خاطر؟ به خاطری که اگر ما این فضاسازی ها را توجه بیشتر ظاهر کردیم و اون نفران دیگر از این فضاسازی ها یک چیز جدی خوب برداشت خواهند کرد. شما در این مسئله چی فکر دارید؟ من کاملا راضی هستم با شما. منم قریب همین چیزا گفتم که ما هر چقدر که فشار زیاد میشد همون قدر آرامتر باشیم. چقدر که این برادر ما را نصیحت کرده است که بیشتر تبسم کنیم، ولی برای اینکه تبسم صمیمی باشد ما باید اعتماد به خودمون داشته باشیم که کار ما در نهایت کار به نیکی انجام خواهد یافت. من دیروز یک قصه یک برادر نقل کرد، معقولم شد، شاید برای شما هم لازم شود. بسکم در فیسبوک خونده است. هنگام لرزیدن سمالیات در آسمان همه میترسن، چون طبیعی است که آدما میترسن، خصوصا وقتی بسیار تگو بالا رود. همه ترسیدن جز یک جوانی که یک کشر بچه بازی کامپیوتری میکرده است، اصلا پروای توربولنس ندارد. بعد همه حیران شدند وقتی سمالیات نشسته است، از اون پرسید که چرا اینقدر همه ترسید، شما کامپیوتر بازی میکردید نترسیدید؟ گفت که برای که پدری من کاپیتانی سمالیات خلبان پدری خودم هست. من باوری دارم که پدری من سمالیات خوب میشناند و او بسیار لیاقتی که خوب است و من وعده داده بود که سالم میرسیم. برای شما ترسیدید، من به پروا کار خودم میکردم. این حکمت همین گفتی طفل در چی است؟ در اون است که اگر ما به خدا اعتماد داشته باشیم، برای خودمون که آخری کار نیک است،
دیگر تأثیر زیادی از این حادثه نخواهیم داشت و اون کسانی که بالای ما فشار میارن اونا شب و روز زحمت کشیده شدن، فکر میکنن. حالا اونا فکر کرده هستن این نواره که از ما شما صحبت داریم در این داخل نشستن چند نفر میبرن و باید نشسته باشن، باید خودمون برده تیم. اینا بعد شروع میکنن به نوشتن، به جواب نوشتن. به هر یک جمله ما 10 تا مقاله مستعار در شبکه‌ها پیدا میشود، 10 تا فیلم دیگر میسازن. این پرابلم اونا است، مثل همون کسانی که مسافرایی که از توربولنس در تهلکه افتادند. ما و شما باید مثل همون صفر رفتار کنیم، بدونیم که خدای ما این کشتی رو، این هواپیما رو سالم به مقصد میرساند ان شاء الله. السلام علیکم حاضرین گرامی، استاد عزیز، تشکر به شما که در هر صحبت ها ما رو به صبر، به ثبات و به آرامش دعوت میکنید. چون وقتی که درباره صحبت می‌کنید، گفتهای حضرت عمر خیام الله علیه میگوید که عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگاه که بمیری و ننالی عشق است. تشکر به شما. بعدا استاد عزیز در هر کجا که در شبکه‌های اینترنتی رسمی شما رو مانیا که سخن درباره حزب نهضت اسلام رو فکر عقیده ها هر گونه است. البته خب فهم میشد، بعضی ها تعریف میکنن، بعضی ها تنقید میکنن، هر گونه، چون که شما خدا آگاه هستید. خب من یک سوال داشتم که برای چی حزب نهضت اسلام از اخوان المسلمین دفاع میکنه که طرفداری میکنن؟ سبب در چیز؟ برای که بعضی ها همچون یک گروه اکستریمیسم رو معرف کردن حکومتی، یا که بگیم خود حکومت مصر. برای چی؟ سبب در چیز؟ خب من دفاع از اخوان المسلمین رو هم وظیفه انسانی خود میدونم، هم وظیفه دینی خود. چون از لحاظ انسانی هر کجایی که مظلوم هست و هر کجایی که یک انسان یا گروهی که برای عدالت حقیقت تلاش میکنن، من از او دفاع خواهم کرد، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان. بسیاری از کسانی که در اوکراین برای حقیقت تلاش کردن مسلمان نیستن، اونها مسیحی هستند، من از اونها دفاع میکنم. یا بسیاری از کسانی که برای حقیقت تلاش میکنن، مثلا در بحرین، من با دوستان خودم در بحرین که در حکومت بحرین هستن گفتم من با اون مردم بحرین که شیعه هستن، سنی هم نیستن، با اونا هستم، چون که اونا برای حقیقت تلاش کرده شدن، برای حقیقتشون تلاش کرده شدن. در سوریه با مردم سوریه هستم، نه فقط به خاطر اون که سنی هستند و من همچون سنی از اونا پشتیبانی میکنم، برای که به خاطر حقیقت تلاش کرده شدن. در مصر هم من با برادران، نه تنها با اخوان المسلمین هستم، با تمام اون گروه های هستم. مثلا حرکت 6 اپریل از جوانان مسیحی و جوانان لیبرال هستند، حرکت آزادیخواه است، با اونا هم هستم، با اونا هم فکر هستم و این رو مسئولیت انسانی میدونم. اما از لحاظ مسئولیت دینی هم درست است که اخوان المسلمین یک حزب علاهیده هست، حزب نهضت اسلامی تونس حزب علاهیده است، ما یک حزب علاهیده هستیم، هیچ ارتباطی ساختاری و برنامه‌ای نداریم، ولی از لحاظ ایدئولوژی عمومی همه ما حزب و حرکت اسلامی هستیم و پیروی از اسلام محمدی وسطی صلوات الله علیه، وسطی به معنای معتدل میکنیم. من مثلا چرا پشتیبانی از حزب عدالت و ترقیات یا رشد ترکیه میکنم؟ برای اینکه یک حزب هست که هم از لحاظ اقتصادی ترکیه رو پیشرفت کرد، از لحاظ دموکراسی پیشرفت کرد، مشکلات قومی بین ترک و کرد رو حل کرد بالاخره در داخل وطنش. ترکیه رو از یک کشور قفامانده تجارتی به کشور بیسگانه پرقدرت جهانی از لحاظ صنعتی یعنی صناعتی تبدیل داد. خب چرا پشتیبانی نکنم از این حزب؟ تبریکشون کردیم، نامه فرستادم. ان شاء الله آخر ماه دعوت دارم به تونس از طرف حزب اسلام نهضت اسلامی تونس، اونجا خواهم رفت اگر شرایط باشد، برای هم تبریکشون که یک فرمولای بسیار مناسب مکالمه ملی رو به وجود آوردن، مشکلات داخلیشون رو حل کردن و ما از تجربه آنها استفاده میکنیم. یک دوستم از من سوال کرده بود که چرا از تجربه این حزب شما کمتر استفاده میکنید؟ ما از تجربه دموکراتیشون، از تجربه معتدل بودنشون استفاده میبریم، ولی سوال دادن که چرا پس این تجربه در تاجیکستان نتیجه نمیدهد؟ جواب من این است که
تجربه مثبت اونها در تاجیکستان همون وقتی نتیجه میدهد که در ما هم همون شرایطی برای ها با وجود بیاید. یعنی انتخابات های شفاف باشد، مناسبت خوب با اپوزیسیون باشد، اون نتیجه میدهد. وگرنه شما هر چقدر معتدل باشید ولی طرف دیگر آماده گفتگو نباشد، این به نتیجه نخواهد رسید. امیدوارم که به سوال شما من جوابی کافی را دادم. احمد جان فرمایید. سلام علیکم دوستان، جناب آقای کبیری. چند سوال داشتم. سوال من اول این است که چطوری که شما در رفت صحبتتان گفتید که در سفری که داشتین با مفتی تاتاریستان صحبت کردید. یکی از پهلوهای صحبتتان در موضوع یعنی اطراف تندگرایی اسلامگرایان بود، در حالی که این غیر اسلامی ها هم در زیاد نشست هایشان درباره تندگرایی اسلامی ها صحبت میکنند. تا جای من فکر میکنم این نمود حرفا تندگرایی اسلامی ها یا تندگرا بین اسلامگرایان یک تاثیر منفی به ذهن جوانان ما میرسانند. الکی جوانان ما را نگران میکنند، جوانان مسلمان که مبادا من جز همون گروه تندگرا نباشم، در حالی که مسلمان است. در هر گروه باشه، در هر مذهبی باشه، الکی در قلب و هراس است که جز گروه هم تندگرا نباشم. چرا اسلامی ها هم این نمود مثلا نشست رو برگزار کنند که تندگرای اسلامی ها، در حالی که نشست نمیگذارونند مثلا تندگرای غیر اسلامی ها؟ این خیلی نشست چرا نباشد، در حالی که تندگرا اسلام و غیر اسلام که نداره دیگه، و مثلا قانون شکن یا که تروریست و دومین صحبت هم این است که من یک سوالم این است که در یک پرسش از چندین زیاد اعضای نهضت سوال کردم که از آیین‌نامه خود حزب نهضت اسلام چی رو میدونید؟ آیا خوانده؟ تقریبا 99 از 10% نمیدونستن که آیین‌نامه، حتی نوم آیین‌نامه را نمیدونن که آیین‌نامه یعنی چی. یعنی با این فکر شما چی روزی هستین؟ چند فایز نهضتی های شما از آیین‌نامه خود حزب نهضت با خبر است و چرا این مشکل هست؟ سوال سوم این است که در رفت جواب گفتین که من طرفدار نیستم که جنایتکار اعضای حزبیتش مثلا مشخص شود، و من برعکس میگم که من همین چیز را احساس کردم که نهضت اسلام طرفدار هست که اعضای حزبیت جنایتکار مشخص شود. چرا که در سایت خود نهضت اسلامی من این چیز را مشاهده کردم که فرزند رئیس حزب خلقی دموکراتی در فلان جا در دیوالهای مکتب خط کشید، مثلا جنایت کرد. وقتی که این چیز را یکی از دوستان خوند، به طریق میل به من نویست که کاسه صبر نهضت لبریز شد. شما این چیز را چی گونه قبول دارید؟ آخرین سوالم این است که تقریبا چند هفته پیش جلسه داشتید با یاد شهدا یا که نشست از مثلا یاد شهدا. آیا این نشست یاد شهدای نهضت بود یا که یاد از شهدای کشور بود؟ اگر یاد از شهدای کشور باشد، چرا از فرانت خلقی کسی از اون کسایی که در برپا کردن وحدت ملی سهم داشتن نام گرفته نشد یا که عکس اونها در مثلا دیوارها آویخته نشد؟ آخران سوال منم این است که راجع به وحدت اسلامی که خود شما در تهران شرکت کردید در کنفرانس وحدت اسلامی، مشخص بود بعد از همین وحدت اسلامی کنفرانسی که گذشت تقریبا یک هفته پیش در رسانه‌های رسمی خود ایران بر ساحات مقدسات اهل تسنن مثل حضرت عایشه رضی الله عنها یا که دیگر صحابه ها توهین شد. اون هم در رسانه‌های رسمی خود ایران بود که توسط علمای اهل سنت ایران این چیز محکوم شد. مثل مولوی گرگیچ گفت که ایران باید وحدت اسلامی را اول خودش عمل کند بعد دیگران را دعوت کند. شما این وحدت اسلامی را چگونه قبول دارید؟ ایران واقعا وحدت اسلامی میخواهد یا اینکه اگر میخواهد چرا این کار را میکند و اگر نمیخواهد یا که بعضی از تحلیلگران جهان میگن که مقصد ایران این است که خودش را در نظر مثلا سنی های دیگر کشور شیرین کردن است. تشکر. سلامت بسیار سوال ها و ملاحظه خوب دادید. من تلاش میکنم مختصر به هر کدامش جواب بدم. اصلا موافقم با فکر شما درباره آن که تنها درباره تندگرایی اسلامی صحبت نکنیم. تندگرایی در مجموع در مسیحی هم هست، در دیگر جریان ها اصلا دیگر جای جواب ندارد. موافقم با این گپ شما و
طبق استاتیستیکی که اخیراً اتحاد اروپا نشر کرد دوره گذشته گفته بودم که از تمام عملهای تروریستی که در اروپا صادر شده است کمتر از 1% از طرف مسلمانان است، کمتر از 1%. ولی همیشه درباره تروریسم اسلامی گپ میزنن. این ملاحظه شما درست است. دوم اون که آیین‌نامه حزب را اکثر اعضای حزب نخواندن یا نمیدونن بسیار ملاحظه درست است و این مشکلی رو ما هم احساس میکنیم و حتی در همه حزب‌های سیاسی هم این پرابلم وجود دارد. یعنی پرابلم تنها پرابلم یک حزب ما نیست، شاید اکثر حزب‌های سیاسی جهان هم همین باشد. در حزب کمونیست هم همین مشکلی داشت، ولی این معنی رو ندارد که همین طور باید دوام کند. وقتی یک نفر اعضای حزب میشد واقعا باید ارزش‌ها، مقدسات، برنامه و طلبات آیین‌نامه‌اش رو داند. ولی من فکر نکنم که 99% نمیداند، چون که ما کارهای زیادی را انجام داده ایستادیم و خصوصا وقتی که من خودم در یک بعضی جاها در مجلس‌ها گپ میزنم اعضایان حزب ایراد میگیرن که این حرفتون مخالف آیین‌نامه است، پس معلوم میشه که خوانده بوده است. وگرنه رئیس حزب چخل میگه که حرف شما خلاف آیین‌نامه هست. یعنی در مجموع گپ شما درست است، من قبول دارم که مشکلی هست. واقعا اون مقاله که در سایت نجات رفت درباره اون که فرزند کدام اعضای حزب خلق دموکراتی چی کمبودی کرده است، من این خوندم و منم احساس کردم که این علاقه مسئولین ما بخصوص در منطقه ها در محل ها به این نتیجه رسیدن که باید یک عمل جوابی به مسئولین حکومت انجام دهند. این خبر از همون منطقه آمده است، وگرنه خبری در کدام ناحیه دوردست در مکتب خط کشیدن یک بچه رو مرکز نهضت از کجا میدونند؟ آقای سیفالله زاده این از اونجا فرستادن که همین چاپ کنه، فقط نهضت رو تنقید نکنند و دانند که دیگران هم کمبودی میکنند. وقتی من این خواندم خودم گفتم که این علاقه این جامعه فکر میکنند که ما یک عمل جوابی کرده ایستادیم، ضرورت ندارد همین کار بگیرید، همین بگذار جنایت کردن، شکاری کردن، اونا کردن، ما تکرار نکنیم. ولی خب رفت. شما قبول دارم این ملاحظه شما را که این عمل جوابی بود. در عموم من طرفدار نیستم، یعنی به اینم ایراد گرفتم و حالا هم میگم که من طرفداری نشان دادن حزبیت در جنایتکارها نیستم. اما درباره اون که یاد شهدای نهضت بود یا نه، ماه مارس ماهی هست که هم استاد مرحوم سید عبدالله نوری از دنیا رفتن و هم استاد همت‌زاده تولد شدن. بله؟ برعکس یعنی این ماه مارس برای هر دو بزرگوار ما ماهی تولد و رحلت است و همچون رمز اینجا نشان داده شد، ولی ما اعلام کردیم که این یادبود از همه شهدا هست. وقتی که این عکسایی که میبینید اینا دائما که درباره استادا دائما همینجا هستند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که یک چهاره‌بینی رو برگزار میکند و عکسی مثلا بگذار چهاره‌بینی درباره علما هم باشد و علمای کشور، ولی ما عکس استاد نوری رو آوردیم. خب بالاخره این استاد نوری هم عالم است هم رهبری ما بود، هیچ بدی ندارد که ما در مراسم علما عکس استاد و رهبرمون رو مونیم، یا درباره شهدا باشد همچون یکی از شهیدان باریز عکس استادان باشد. ولی ما اعلام کردیم که این یاد از شهدای کشور است. شما یک بار بپرسید از همون شهیدان دیگر از فرانت خلقی و هر جای باشد، اونا اگر راضی باشند که ما عکس برادر یا پدر یا خششون رو بیاریم در همون مراسم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پهلوی عکس استاد نوری مونه، ما قبول داریم. ما اینو قبول داریم و حتما میمونیم. من وقتی درباره شهیدان ملت میگم این جنگ، این اصلا فتنه بود، جنگ هم نبود که ملت رو به همین حال رسوندن. در اینجا ما درباره شهیدان عصر گذشته هم گپ میزنیم. من باره گفته بودم و حالا تکرار میکنم، وقتی آن رسیده است که تاجیکستانیان این کلمه باسمچی را از نام شهدا و قهرمانان ملی بردارند. این یک تحقیر بود که به بالای مجاهدین و مبارزین وطن دوست ما بار کرده بودند. چرا روس‌ها عیناً همین گونه انسان‌های خود را با نام کزاک‌ها بود سفید کردند. اونها را هم دشمن خلق میگفتند، حالا اونها قهرمان شدن، درباره‌شون فیلم می‌سازند. اونها را بلکه احیا کردن، حاضر در مرزهای جنوبی روسیه هم کزاک‌ها ایستادند. ازبک‌ها
این کلمه رو برداشتن، تمام فیلم هایی که زیدی بسمچی ها بود منع کردن، ملت های دیگر این رو منع کرد. چرا ما تا حال با این فلسفه و نگاهی غلامانه خودمان، پدران خودمان را که برای این ملت، برای این سرزمین، برای این دین مبارزه کردن، جان دادن، ما اونها را بسمچی و جنایتکار و دشمن اعلام کنیم؟ اونا هم شهیدان ما هستند، ما اونا را هم شهید میدونیم. و چی فرق دارد که من در صحبت همون روز گفته بودم، وقتی که یک نفر به وطن من هجوم کند، از هر کشور باشد، من سلاح گرفتم از وطنم دفاع کردم، اونو که از وطنشون دفاع کردن، سلاح گرفتم از وطنم دفاع کردم، کشته شدم، من بسمچی هستم. حالا اگر همین حادثه تکرار شود و نهضتی ها یا خلق دموکراتی ها، کمونیست ها سلاح گرفتن از وطنشون دفاع کردن، دشمنی بیگانه که به ما هجوم کرده است، ما را ناممون را اوباش موند، تروریست موند، بسمچی موند، شما قبول دارید؟ ما قبول نداریم. و هر چیزی که میگوید بگوید، برای ما این گونه وطن دوستان در هر عصر و زمان مجاهدند، وطن دوستند، مبارزند. اگر کشته شدن شهید هستند. خب درباره کنفرانس تهران و تحقیر ارزش‌های سنی در اونجا، بله من در این کنفرانس ها بارها شرکت کردم، اخیراً هم شرکت کردم، همین سال بود. در آینده هم اگر دعوت شوم شرکت میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر آن که اگر واقعا ما طرفدار وحدت هستیم، دعوت شدیم از طرف یک برادر، به خاطر وحدت باید برویم و مشکلات رو در اونجا گپ بزنیم. در همین کنفرانس اخیر وحدت که تنها ما نبودیم، از اهل سنت استاد شیخ عبدالحمید بود از زاهدان، دهها و شاید صدها علمای اهل سنت چه از داخل ایران چه از خارج شرکت داشتن. و من با کمال مسئولیت میگویم اگر نوارها رو بگیرید تماشا کنید، اون حرفایی که علمای اهل سنت در اون کنفرانس ها در حضور رهبران ایران بعد از رفسنجانی شیخ عبدالحمید سخنرانی داشتن، خب ما هم در یک صحبت بعدی سخنرانی داشتیم، حرفایی که درباره وحدت اصلی و واقعی گفته شد اون رو در جای دیگر گفته نمی‌شود. کی گفته است که در از طرف برادران شیعه مقدسات اهل سنت تحقیر نمی‌شود؟ این یک واقعیت است. ما بارها شنیدیم دهها و صدها افراطگرای شیعه هست که طریق رسانه‌های خبری، تلویزیون در صحبتاشون تحقیر کرده شدن متاسفانه. و عیناً در برعکس اون دهها باز متعصب دیگر از طرف ما اهل سنت هست که همون گونه رفتار میکند، تحقیر کرده شده است. من مقصد از وحدت هم همین است که این نیروهای معتدل، علمای معتدل و واقعا هم طرفدار وحدت جمع شوند، پیش روی این متعصبین از هر طرف رو بگیرند. اگر یک متعصب تحقیر کرد، چه از طرف اونا چه از طرف ما بگیم که پس دیگر اینا تحقیر کرده شدن، وحدت نکنیم، با هم نشینیم، معنی آن را دارد که همون متعصبین پیروز شدند، توانستند پیش روی وحدت رو بگیرند. برای آنکه آنها پیروز نشوند ما باید بیشتر با هم بشینیم. و بارها در صحبت‌ها این حرف‌ها گله‌های خود را به مسئولین جمهوری اسلامی ایران، به علمای شیعه رسانیدیم. این چنین به علمای اهل سنت هم برادران خودمون میگیم که نصیحت کنید، خودداری کنند جوانان از این گونه تحقیرها. به همین خاطر است برادر عزیز ما دعوت‌ها را قبول کردیم، می‌رویم و مطمئن باشید که تنها به خاطر وحدت واقعی بین مسلمانان است. من با اجازه شما دیگر صحبت‌ها را به همین تمام کنیم. یک دو سوال خطی است چون وقتم رفت، نماز عصر هم هست، باز مهمان داریم. و برادر عزیز ما سفر واخری بعدی اول شما سوالتان هستید. یک برادر خواهش کرده است که دو جمله درباره احمدشاه مسعود نظر شخصی خودم رو بگم. من احمدشاه مسعود را از پیش نمیشناختم، ندیدم، مگر اینکه یک مرتبه در همین مسجد دوشنبه نماز جمعه را میخواندیم که در همون پهلومون پیدا شد، جای نماز رو پرت افتادم، چون نیت میکردیم دیگه فرصتی سلام نبود، گفتیم حتما بعد فرض خواندن سلام میکنیم، بعد نماز خواندن. ما بعد فرض جمعه را خواندن نیت سنت کردیم، نفل گفتیم بخونیم که ایشون همون فرض خواندن و رفتن، یعنی دیگه فرصتی سلام علیک نشد. متاسفانه از نزدیک ایشون رو زیارت نکردم، ولی ایشون رو همچون یک مجاهد، همچون یک تاجیک وطن دوست و اصیل میشناسم، احترام میکنم
خدمت هایی که به مردم افغان و تاجیک کرده است فکر کنم در این 100 ساله ها کسی نکرده باشد. بیشتر و بالاتر از این گفتن نمیتوانم، چون که هر چقدر بگم تکراری گفته های پیشین است و من مخالف هستم با کسانی که احمد شاه مسعود را گاه گاه انتقاد میکنن که گویا در یک لحظه چی گویم یک کمی گویا فشار آورد بالای اپوزیسیون تاجیک یا بعضی از دوستان. احمد شاه مسعود بهترین و بیشترین کمک را به تاجیکان در هر دو طرف کرده است، ولی وضعیتی که اون وقتا بود واقعا بالای احمد شاه مسعود و استاد ربانی فشار خیلی زیاد بود. طالبان تقریبا افغانستان رو پورا گرفته بودند. احمد شاه مسعود در یک کنار افغانستان تنها مانده بود. صلح و ثبات تاجیکستان معنی قدرت یافتن مقاومت افغانستان بود و این رو استاد نوری هم درک کرد. پرزیدنت تاجیکستان هم خوب درک میکردن که اگر ما در تاجیکستان صلح کنیم برادران ما در افغانستان پرقوت میشوند و طالبان کاملا افغانستان را گرفته نمیتوانند. هدف اصلی همین بود و همین هم انجام شد. برای همین من فکر میکنم که احمد شاه مسعود همچون یک مجاهد، یک مبارز، یک تاجیک اصیل وظیفه خودش رو در نزد ملت افغانستان و تاجیکستان انجام داده است. یک سوال دیگر دادند دوستان که پیروزی رو در چی میبینید؟ به هدف رسیدن یا تا به هدف رسیدن صبر کردن؟ من پیروزی رو در صبر به خاطر به هدف رسیدن میبینم. صبر کنیم تا اینکه به هدف برسیم. سبب بیرون کردن گاوها و جریمه کردن برای هر یک درختدار چیست؟ و این سوال هم چون وکیل پارلمان جواب دهید. یک بار برای درختها سودمان کردم و برای گاوها مانده بود. بیاید اکنون برادرها بیاید در این موضوع مسئله های گاو و دال و درخت ما را دیگه نپرسید. مسئله های جهانی کیهان پرسید از مناسبت های جهانی جایی که ما را سود نمیکنند، ولی درباره این مسئله داخلی دال درخت نپرسید دیگر. خب اقدامات اخیر ازبکستان شما چگونه بهاگذاری میکنید؟ منظورم اقدامات پرزیدنت یعنی کم کردن صلاحیت هایش. بسیار خوب میبود که پرزیدنت ازبکستان صلاحیت هایش رو در وقت جوانتر بودنش کم میکرد. وقتی که آدم سن سالش رفت بینم صلاحیت هاش کمتر میشود. دیگر میگن عبادت در وقت جوانی زیب دارد، ولی این هم بد نیست. خوب است که در سال پیرانسالی صلاحیت ها کم شده ایستاده است و معنی آن را دارد که ازبکستان تلاش های برای رفتن به سمت دموکراسی و توازن قدرت ها کرده ایستاده است. خدا کند که صمیمی باشد، یک فضاسازی صنعی برای دموکراسی نباشد و صمیمی باشد، چون که پیشتر هم یک مقدار صلاحیت ها را به سروزیر داده بود، به رئیس مجلس داده بود و حس می شود که این اصلاحات را تا آخر بردنی هست. من فکر میکنم که دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم خواهند یا نخواهند به همین سمت در آینده خواهند رفت، چون که یک حاکمیتی و تمرکز قدرت در دست یک نفر به نفع ملت ها نیست. یک سوال طولانی تر است. به ما میگویند که ما تنها درباره حزب، قرآن و حجاب سخن میکنیم و علم دنیوی نداریم، برای آنکه در یگان دانشگاه با حجاب ما را قبول نمیکنند و در یگان کارخانه دولتی به کار نمیگیرند که ما اعضای حزب هستیم و حجاب داریم. ما میخواهیم که حقوق شناسان و از معارف شخصان دعوت کرده شوند و به ما سوال و جواب گویند. فکر میکنم ملاحظه خوب است و پیشنهاد خوب هم کردن این خواهر. من در اول صحبت هم گفتم که ما از همه وزارت‌ها دعوت کردیم بیاین مشورت کنیم و این خواهران و مادران ما هم که خب حجاب دارن، لباس ملی میپوشن، جزء همین جامعه هستن. اینا هم باید خوانن، تحصیل کنن. ببینید یک خواهر که حجاب دارد، دیپلم میگیرد در بانک یا در اداره دولتی، در یگان شرکت تلفنی و هر جای دیگر کار میکنه، او اول اینکه ریسک فرزنداش رو پیدا میکنه، دوم اینکه همین خواهر حجابدار فرزندای خودش رو در روحیه دوست داشتن حکومت و دولت تربیت میکند. میگوید
که ببینید که حکومت ما حکومت دموکراتی است، دوست داشتنی هست، زیرا که من حجابدار را اجازه داده است که کار کنم، خوانم و به شما رزق پیدا کنم. ولی مادری که نمیتواند به خاطر حجابش درس بخواند، جای کار پیدا کند، فرزندانش دشواری میکشند، مردی کار میشوند، مهاجر میشوند، طبیعی است که این روحیه پسیمیستی و فاصله بین او و حکومت در فرزندان تاثیر میکند، در جوانان هم. اگر با زبانش هم که نگوید، خود وضعیت طرز اون فرزند رو تربیت میکند که سبب قبول نکردن مادرش و ارزش‌های مادرش آن شد که وی مهاجر است، بیکار مانده است، مادرش جای کار ندارد. منم دعوتم از حکومتداران همین است که شرایط رو به همه مردم یکسان فراهم کنند. چرا در روسیه، در امریکا، در چین، در اروپا زنهای مسلمان میتوانند در همه جاها کار کنند. من در امستردام در هتل مسیحی بود است، یک خانم هلندی مدیر منیجر مهمانخانه که در همونجا ما مهمان شدیم، شوهرش مسلمان بود است، اونم اسلام قبول کرده است، خودش دختر هلندی با حجاب. وقتی که ما گفتیم که برای حیات ما ارزانتر، برای هر یک اتاق ارزانتر پول بگیرید، گفتن که فقط منیجر میتواند حل کند، پگاه سحر بیاد مصلحت میکنیم. ما هیئت تاجیکستان 10 نفر بودیم، نرخ قیمت گفتن. بعد منیجر اومد، یک دختر مسلمان با حجاب هلندی، فهمید که ما هم از تاجیکستان، باز شوهرش عرب بود است، عربی صحبت کردیم. یک بار نرخ از 50% هم کم کرد. بعد گفتم که شما در اینجا کار میکنید، مشکل نیست. که اصلا چرا مشکل باشه؟ وطنی من است، این کشوری من است. خیر چی من حجاب دارم، من مسلمان شدم، این حق من است، کار میکنم. نبینید در کشور مسیحی یک زن مسلمان با حجابش میتواند منیجری یک مهمانخانه کلان شود، ولی در وطن خودمان 99% یا 98% مسلمان، ما فقط از حکومت چه آرزو داریم؟ اجازه دهید که رومال خودمون را پیشان نشد دخترمون، اجازه دهید که در دانشگاه ها تحصیل کنیم. این واقعا حالت خوب نیست. دعا کنیم که پروردگار ما را به یک شرایط بهتر و خوبتر برساند، کشور ما را همیشه در فضای صلح و ثبات نگه بدارد. تا ملاقات بعدی، خداوند در پناه همه ما و شما باشد. سلام علیکم.